با سلام. این ویدیو نشست 8 از سلسله نشست‌های سهراب با موضوع نقد و تحلیل فیلم کوتاه زرافشان با حضور فیلمساز نغمه شریفی، منتقدان جواد صفوی، سحن محمدی خبازان، بهروز عوض‌پور و شرکت کنندگان عزیز هست. حضور توی این نشست‌ها برای همه آزاد و رایگانه. دوستان سلام، خیلی خوش اومدیم. خوشحالیم که با یک نشست دیگه از سلسله نشست‌های تخصصی سهراب در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که میدونید این نشست‌ها توسط کانون مطالعات اسطوره شناختی نیم‌کوچه وابسته به گروه پژوهشی پیدایش برگزار میشه با همکاری مؤسسه کتاب‌آوری ایرانی به میزبانی گالری لاجورد و حمایت مالی شرکت مهندسین مشاوره چگالش. ما توی هر نشست به نقد و تحلیل یک اثر هنری با رویکرد اسطوره شناختی میپردازیم و در واقع هدف ما از برگزاری این نشست‌ها و اصولاً نامگذاری این نشست‌ها به نام سهراب در واقع ایجاد یک فرصتی هست برای شناسایی و شناسوندن جوانای جامعه‌مون و به خصوص هنرمندای جامعه‌مون و از این راه به چالش کشیدن این سنت سهراب‌کشی و نادیده گرفته شدن این جوانها توسط نسل پیشین که متاسفانه در فرهنگ ما بسیار ریشه دوونده از قدیم و ما همچنان هم نشانه‌های اون رو در فرهنگ الان همونم می‌بینیم و اون رو به صورت غلبه این نسل و نادیده انگاشته شدن این جوان‌ها توسط نسل پیشین و یا حتی گاهی تلاش برای حذف اونها متاسفانه شاهد هستیم. امروز در نشست سهراب ما به بررسی یک فیلم کوتاه می‌پردازیم، همونطوری که در پوستر نشست هم دیدیم. این فیلم کوتاه اثر خانم نغمه شریفی هست که بهش می‌پردازیم و بر اساس یکی از فولکلورهای ایرانی ساخته شده به نام زرافشان. نمیدونم آیا با این داستان آشنا هستید، قبلا اون رو شنیدید یا نه، یا اینکه چه داستان‌های دیگری از این دست شنیدید در دوران کودکیتون. این داستان‌ها از چه طریقی براتون تعریف می‌کردن؟ چه کسانی بودن که برای شما این داستان‌ها رو تعریف می‌کردن؟ چه تأثیری روی شما داشتن این داستان‌ها؟ کدوم بچه اونها برای شما اون بیشترین تأثیر رو داشت؟ آیا شخصیت‌ها بودن؟ آیا راوی اون بود؟ و اینکه واقعاً فکر می‌کنیم که آیا این داستان‌ها بهتره که فقط برای بچه‌ها باشه یا ما الان بزرگترها هم یا به شکلی واقعاً میتونیم همچنان از این فولکلورها لذت ببریم و درگیر اون بشیم و در واقع به اون بپردازیم. و سوال دیگه که برای خود من پیش میاد و ممکنه برای شما هم همین سوال باشه این هستش که این داستان‌هایی که هممون میدونیم به صورت سینه به سینه منتقل شده، مادرامون، مادر بزرگامون گفتن و قاعدتاً اونا هم از مادرام و مادر بزرگا و پدر بزرگا حالا شاید بیشتر شنیده شده و گفته شده، واقعاً قدمتش چقدره؟ از چه زمانی این اتفاق افتاده؟ این روایت پردازی از چه زمانی شروع شده و واقعاً بر چه اساسی شکل گرفته و دلیلش چی بوده؟ دلیل اینکه انسان شروع به روایت پردازی کرده. حقیقت این هستش که برای این سوال آخر باید بگم که روایت پردازی به اندازه تاریخ بشر قدمت داره و من برای این صحبت خودم میخوام ارجاع بدم به کتاب هومونرانس که آقای اسماعیل گزین توی این کتاب دقیقاً به همین موضوع میپردازن و من یه بخشی از اون رو از روی خود متن کتاب برای شما میخونم. در قسمت این بخشی که میخونم از مقدمه هستش که براتون میخونم. میگه انسانی که به هستی حیوانی و حیات طبیعی خود در دل طبیعت بسنده نمی‌کند
بند ناف خود را از درخت زندگی می‌برد و در پی فرصتی برمی‌آید تا بند ناف خود را به جایگاه خدایان در فراسوی طبیعت ببندد، حالان که او هرگز به این خواست خود دست نمی‌یابد. پس بند ناف به دست، از اینجا رانده و از آنجا مانده، دچار گمگشتگی غریبی می‌شود. اکنون تنها تسلی او برساختی است که خود آن را فرهنگ می‌نامد و در برابر طبیعت می‌نهد. این میان تنها ابزار انسان در برساخت فرهنگ زبان و به لطف آن روایت پردازی است و از آنجا که زبان خود برساخته ذهن انسان است، بر این اساس میتوان گفت او طی این فرایند نمادین همه چیز را از صافی ذهن خود میگذراند و نه آنطور که واقعا یعنی طبیعی هست، بلکه آنطور که خود میفهمد یعنی انسانی یا دقیق‌تر از آن فرهنگی تعریف یا به بیان باز تعریف میکند. در واقع میتوان گفت او با آشنایی زدایی از همه چیز سعی دارد از خود بیگانگی خویش را جبران کند و با شبیه سازی همه چیز در نظام نمادین زبان برساخته خود سعی دارد شباهت خود به دیگر موجودات طبیعی را از یاد ببرد. به دیگر سخن انسانی که دانش زیست شناختی طبیعت را بسنده نیافته و از همین راه بند ناف خود را از بیوسفر آن بریده بود، غرق در سمیوسفر خود آفریده‌اش پدیده‌های طبیعی را بی‌معنا می‌یافت و سعی می‌کرد با تکیه بر یک دانش اسطوره شناختی مبتنی بر زبان با خلق روایت‌های اسطوره‌ای تک تک آنها را معنادار کند. در این روایت‌ها طبیعتی که انسان را زاییده بود از طرف انسان چنان باز تعریف می‌شد که دیگر طبیعی نمی‌نمود. او با این روایت‌ها خود را از دیگر موجودات زنده متمایز و از سازواره‌ای که ذره‌ای از ذات آن بود یعنی طبیعت منفصل می‌کرد و در جستار ماهیتی فراطبیعی، هویت طبیعی یا به یک معنا طبیعت خود و یا این همانی ارگانیک خود با طبیعت در حکم یک سازواره بزرگ جهان شمول و به تبع این مقام و موقعیت خود در زنجیره حیات را از دست می‌داد و بدون آنکه خود متوجه شود آرام آرام دچار بحران هویت می‌شد. این بخشی که براتون خوندم همونطور که گفتم مربوط هست به کتاب هومونرانس، اسطوره باستانشناسی روایت، نوشته اسماعیل گزبین، ترجمه آقای بهروز عوض‌پور و انتشارات چرخون رو منتشر کرده که اگر تمایل داشته باشید میتونید تهیه کنید و بخونید راجعش. اما با این توضیحات میخوایم بریم با هم دیگه در واقع فیلم رو ببینیم. قبلش فقط من یک توضیح بدم که با توجه به اینکه این فیلم در جاهای دیگه هم به نمایش در اومده و به صورت نمایش اون به صورت در واقع چیدمان صوتی تصویری یا اینستالیشن بوده، ما بعد از تصویر پخش فیلم چند تا اسلاید رو هم در مورد نمایش‌های قبلی این فیلم هم نشون میدیم که تو قسمت‌های بعدی به اون اسلایدها برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم. اگر که دوستان لطف کنن ما فیلم رو ببینیم. بری بود خیلی خوشگل بود و وقت این ندارا بود. هر روز این منشه دخت میگشت. وقت منش یه ماری آمد یک اشرفی انداخت اون زیر دختی. این 10 روز 20 روز آمد ای حرف نزد یه روزی گفتش که این آخه میام منم میزنه. سنگ برداشت گفت در ماره. ماره شد یک جوان و خوشگل زیبا. گفت ای درفشان تو من زدی ولی من پسر پادشاه قیصر رومم. من عاشق تو بودم. من می آمدم که بلکه تو رو بگیرم ولی مدیه تو من زدی من باید برم. من رفتم اما تو یک
تو کفش آهنی یک عسل پولادی بپوشو دنبال من بیای به من نمیرسی. خلاصه اون رفت و زرفشان نشست به گریه کردن که من نمیدانستم که این آدمه. من به خیال این ماره میام منو میزنه. با شد و یه جور کفش آهنی خرید و یک عسل پولادی خرید و دیار به دیار رفت. دیار به دیار رفت. رسید سر یک چشمه، اونجا خسته شد نشست و دید یه دختر اونجا نشسته. دختر ازش سوال کرد تو چه کفش آهنی چرا پوشیدی؟ گفت من دنبال یه پسریم که منو مخواسته، من نمیدانستم که ماره پسره، پسر پادشاهه. من اون زدم، حالا اون رفت. گفت امشب عروسیشه، تو آمدی امشب عروسیشه. گفت اسم تو چیه؟ گفت اسم من زرفشان. این پا شد و رفت خانه پادشاه فریاد، گفتش که این زرفشان آمده. پسر آمده که ای داده بودم زرفشان آمدی، عصای پولادی گرفته دسته، کفش آهنی پوشیدی و آمدی. خلاصه دختر خالش چگو من اینجا عروسیمه، دختر خالمه برام گرفتن. مادرش که ای مادرت به عذاب دشت، حالا تو زن داشتی و آمدی به من میگی که بریم من زن بگی. گفت الان ترتیب این دختر میدم. فرستادش خانه خالش، خواهر خودت. پسره یادش داد که وقتی که رفتی یک کناره باز، یک کناره بستر، اون کنار بستر با کن و بازه رو ببر. وقتی میان باکسشون هم کسی و چرک کنن و بفر چه از گلابیه. اون میگه از پله ها که بری بالا میگیری که مادر اونجا نشسته، میری دست میندازی گردن مادر میبوسی، میگی مادر جان من ببخش، من نمیدانستم پسر شما من میخواد. گفت یه دختر خواهر بری پسرم گرفتم، حالا خودت دیدن. تنور آتیش کرد مادر پسره و گفت پسر آمد به این زرفشان گفت اگر که من میگم من شما رو میخوام، تو اصلا حد نزن.
وقتی که میگم من شما رو میخوام تو حرف نزن، جواب نده. و دختره میگه من تو نمیخوام. اما این میگه که کی من میخوام؟ زرافشان حرفی میزنه. این میگه کی من میخوام؟ و دختره میگه من میخوام. دختر خاله میگه من میخوام. میگه خب هر کس که من میخوام من این انگشتر رو ندم تو این تنور. هر کس که من میخوام بره تو تنور دراره. این دختر خاله چون که گفته بود من تو نمیخوام رفت تو تنور و این در تنور گذشت و زرافشان برداشت و ببره که رفتی. رفتن رسیدن به یه آخوندی، دیدن یه آخوندی و یه تصویر زد. این که الله اکبر. گفت این مادر من به صورت آخوند آمده. رفتن یک پایین‌تر دیدن یک بوستانیه. میانش یه دانه خیار هست. گویی این مادر من به صورت بوستان آمده. بریم. رفتن پای جای دیگه رفتن دیدن که پرگشگرم رفت. رفتن دیدن که یک خانون باید یه اسب نشسته. گفت این مادر من. از اونم رد شدن. خلاصه از درد بلا رد شدن و زرافشان شد صاحب شوهر خیلی دارا مثل پادشاه اریاب. مثل پادشاه اریاب و شد زن اونو به اون مراد مطلبی که اون رسید همه دوستان برزد. آمد 7 روزه 8 شب عروسی کرد. انگل عروسی بود کرد که دیگه تمام مرد دعوت حالا واقعا اگه یه مالی براتون سکه میداد قبول میکردیم واقعا یا فرار میکردیم یا تصورتون از این در موقع کاری که انجام شد چی بود؟ یا شاید یه روش قدیمی بود برای پرداخت حقوق هنرمندا شاید. اینکه به نظرتون زرافشان اون سنگو با مار زد، به نظرتون سرنوشتش چه تغییری کرد؟ آیا اگر این کار نمی‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ اینکه پسر پادشاه یه مأموریت به این سختی به زرافشان داد که بره اون رو پیدا بکنه، به نظرتون یه سنجش عشق واقعی بود؟ اون داستان کفش فولادی و عصای آهنی واقعا به این سختی ها اینا به نظرتون یکی از نمونه‌های
اولیه قهرمان در فرسودگی شغلی میتونه باشه شاید. کفش فولادی تعریف کردن شوهر هست. عجیبه. چرا واقعا انقدر باید همیشه شخصیت تصویر رنج بکشه؟ مثلا مردانه است فیلم کامل مردانه است. مادره که همش جادوه و دختر خاله‌ام که تو تنوره و بعد کفش آهنی بپوشی بری شوهر پیدا کنی. خب ببینید واقعا این در واقع حکمتش چیه؟ رابطه این عشق و رنج واقعا چی هستش؟ و اینکه واقعا درفشان با اون کفش فولادی که پوشید و عاشق شد، واقعا اون عشقی رو که فکر می‌کرد دنبالشه واقعا اون عشق واقعی بود یا اینکه واقعا دنبال درگیر یک مسابقه استقامت بی‌رحمانه شد؟ و اینکه آیا اون از اون طرف اون پسر شاه پریان آیا واقعا این مهارت تست کردن این وفاداری رو انقدر جدی گرفته بود که همچین کار در واقع سختی رو از زرافشان بخواد؟ و اینکه نقش مادر پسر شاه پریان در این مسئله چی بود؟ واقعا صرفا یک نیروی مخالف بود و یا اینکه میتونیم بگیم که اون محافظ در واقع سنت‌های سلطنت بود و به دنبال حفظ اون بود و یا اینکه سلطنت طلبها همشون به مخالف آدمای جدید هستن. سوالات زیادی میشه مطرح کرد در مورد این موضوع و این فیلم کوتاه. قطعا شما هم چیزایی به ذهنتون میرسه، حتما یک گفته خواهیم داشت در مورد این مسئله. اما میخوایم بریم در واقع سراغ معرفی فیلمساز. خانم نغمه شریفی سازنده این اثر متاسفانه توی ایران زندگی نمی‌کنن و در جمع ما الان حضور ندارن. البته آنلاین دارن ما رو می‌بینن، ولی خب متاسفانه از این نظر که ما هر روز شاهد این هستیم که هنرمندان جوانمون، سهراب‌هامون دارن همه متاسفانه هر کدوم به یه نوعی کشور رو ترک می‌کنن و ما نداریم دیگه اونها رو نمایندگی‌مون. این واقعا خیلی دردناکه. اما به هر حال ایشون زحمت کشیدن، صحبت‌هاشون رو برای ما به صورت ضبط شده آماده کردن. ما این رو براتون پخش می‌کنیم و ایشون در مورد فرآیند خلق این اثر برای ما صحبت می‌کنن. سلام، نغمه شریفی هستم. تحصیل کارشناسی ارشد طراحی نقاشی از دانشگاه کنکوردیا و بک‌گراندی هم در روانشناسی دارم از دانشگاه بریتیش کلمبیا. با اینکه گذشته من بیشتر به طراحی نقاشی گذشته هنری، در سالهای اخیر کار چیدمان، کار آدیو ویژوال، انیمیشن و کار دیجیتال انجام دادم. کاری که تو سالهای اخیر در دست داشتم الهام گرفته از این فایل صوتیه که از مادر بزرگم در واقع دارم. صداشو قبل از فوتش ضبط کردم در حال روایت یک داستانی که برای ما بچگی به عنوان داستان قبل خواب تعریف میکرد به اسم زرافشان. دلیلی که من میخواستم این کار رو به تصویر بکشم اینه که اول ازش هیچ نمود تصویری وجود نداشت، یه جور گرامی داشت بود برای من، برای زنی که به خاطر تبعیض‌های جنسیتی دسترسی به تحصیلات رسمی نداشت و با این حال همیشه نگهدارنده و منتقل کننده داستان‌های شفاهی بود و یک جور گرامی داشت به نقش زن به عنوان نقشی که ایفا کرده در هم و انتقال داستان‌های شفاهی، فرهنگ فولکلور از یک نسل به نسل دیگه. و اتفاقی که افتاد اینه که وقتی من شروع کردم به تصویرسازی این کار، اولش یه مقداری گیج شدم، چون احساس می‌کردم چیزی که دارم میشنوم که فایل صوتی بود که 20 سال بعد از اون دوران کودکی من ضبط کرده بودم، یه مقداری متفاوته با خاطراتی که دارم از اون داستان. سعی کردم از روش تحقیقاتی جلو برم ولی هیچ داستانی پیدا نکردم که شباهت کامل داشته باشه به داستان زرافشان. قهرمان‌هایی به این اسم بودن یا داستان‌هایی که تشابه‌هایی داشتن ولی دقیقاً همین نبود و این برای من خیلی نکته جالبی بود به خاطر اینکه من اولین بار به روایت‌های شفاهی اینجوری فکر کردم که چقدر راوی و چقدر قصه‌گو نقش داره در واقع اضافه کردن
ارزش‌های خودش، چیزی که میخواد به اون نسل بعدی پند بده، به کسی که داره داستان بهش میگه آموزش بده، حتی به تصویر کشیدن یه سری شاید آرزوهای ناکامی‌های خودش. و من مشغول به تصویر کشیدن این داستان شدم. پروسه‌ای که در پیش گرفتم در واقع استفاده از یک اپلیکیشن دیجیتال بود روی آیپد به اسم ادوبی فرسکو که من اول طراحی شروع کردم، ولی خب خیلی دچار همین گیج بودن‌ها یا شک‌هایی که داشتم باعث شد که بکشم پاک کنم و متوجه شدم که این اپلیکیشن به من امکانی میده که تمام این پروسه خلق رو نگه دارم به شکل تایم لپس و همین ویدیو یک جور روایت تصویری به شکل انیمیشن رو شروع کردم و پیاده کردم و در واقع کار نهایی نتیجه همین پروسه است، همین روش خلق است که من درش داستان رو از اول شروع کردم کشیدم تا آخر و همه داستان جوری که پیش میره با پاک کردن و اضافه کردن پیش میره. این باعث شد که یک جورایی هم در واقع وجود نداشتن تصاویر مکتوب از این داستان یا ورژن های مکتوب از این داستان به من هم به عنوان یک هنرمند تجسمی که از تخیلش زیاد استفاده میکنه یک بال و پری داد که بتونم چیزهایی رو به تصویر بکشم، یه جوری داستان رو به تصویر بکشم، سبکی بهش بپردازم که هم یک همخوانی داشت با سبک کاری خودم، هم نه تعلق به گذشته خاصی داشت نه به یه آینده مشخصی، یک جوری دنیای خودش بود و این سنت روایت تصویری، روایت شفاهی یه جوری گسترش داد به خاطر اینکه اگه تو روایت شفاهی هر ناقل، هر قصه گو یک جوری داستان رو بیان میکنه و مال خودش میکنه و یه چیزی بهش اضافه میکنه، ممکن یه چیزی ازش کم کنه. منم با این روایت خودم یه چیزایی رو شاید ازش کم کردم، یه چیزایی مطمئناً بهش اضافه کردم و اینو گذاشتم که بیننده ها باهاش ارتباط بگیرن. در رابطه با اینکه چجوری آدم ها میتونن با این کار ارتباط بگیرن، راستش تا الان فرصت این پیش نیامده که اینو با بیننده های فارسی زبان یعنی خیلی کم پیش اومده به خاطر اینکه من ساکن کانادا هستم و این کار رو به عنوان یک چیدمان آدیو ویژوال نشون دادم با کسی که هم نسل من باشه، شاید هم خاطره من باشه، شاید ورژن دیگه از این داستان رو از مادر بزرگی شنیده باشه. نتونستم هنوز کار رو به اشتراک بذارم و خیلی کنجکاوم بدونم که چه ارتباطی با این کارا برقرار میشه. جزء چیزای دیگه‌ای که به من تو این کار هم الهام بخش بود، هم نکاتی بود، در واقع هم چالش بود، هم باعث شد که مثلا منو به فکر واداره. یه سری تبعیض‌های جنسیتی بود، یه سری ارزش‌های فرهنگی بود که برای من شاید یا قدیمی شده بود یا خیلی صدق نمی‌کرد و این هم باز یه نکته جالب دیگه‌ای بود به تصویر کشیدن چیزی که شاید 100% روایتش رو من بهش اعتقاد ندارم ولی دوست دارم بهش احترام بذارم، دوست دارم بهش گوش بدم و اون صدا رو منتقل کنم به بیننده یا به مخاطب. و این الان به شکل چیدمان آدیو ویژوال وجود داره و به شکل یک در واقع انیمیشنی که میشه در سالن سینما دید، روی صفحه دید و به این شکل ها هم تا حالا پخش شده در فستیوال فیلم تجربی مکزیکو سیتی و در واقع شهر مونتریال روی یکی از اکران‌های عمومی شهر مونتریال به شکل انیمیشن بدون صوت پخش شده. در فستیوال فیلم مکزیکو سیتی انیمیشن با صوت و با زیرنویس، ولی من کاری که میکنم وقتی این کار رو در فضای گالری به نمایش میذارم دوست دارم که صوتی وجود نداشته باشه و در واقع بیشتر به موزیکالیته صدا و آوا گوش سپرده بشه به عنوان مخاطبی که فارسی زبان نیست و
و ببینم که بیننده با تصویرش ارتباطی برقرار میکنه که خب مسلما این برای مخاطب فارسی زبان صدق نمیکنه و یه لایه دیگه از معنی اضافه میشه با شناختی که از زبان هست. خیلی کنجکاوم ببینم که بازخورد آدم ها چیه، این داستان ها چجوری به زندگیشون ادامه میدن در زمانی که در واقع عصر دیجیتال هست و همه چی به این شکل داره یه زندگی دیگه پیدا میکنه. خب خیلی ممنون. میخوایم بریم سراغ سخنران‌ها و منتقدانمون. برای تحلیل این فیلم کوتاه ما این در اثر رو معنا دادیم که از 3 جنبه مختلف بررسی بکنیم و معتقدان ما از این 3 جنبه به این اثر میپردازند. با توجه به اینکه فیلم کوتاه هستش، یک بخش سینمایی داریم که به بخش سینماییش میپردازیم و تحلیلش میکنیم. از بخش هنری به بررسی تکنیک ساخت اثر قرار هست که بپردازیم و در نهایت هم به بخش فولکلور اون میپردازیم. توی قسمت اول که بخش سینمایی هستش میخوایم ببینیم که واقعا آیا میتونیم این اثر رو به عنوان یک فیلم کوتاه در نظر بگیریم و اینکه آیا اصلا فولکلورها مناسب هستن برای تبدیل شدن به فیلم و یا این گونه آثار و اینکه اصلا سبک و سیاقی که این فیلمساز در نظر گرفته برای ساخت این فیلم از نظر سینمایی و از جنبه سینمایی آیا مناسب هست یا خیر. برای همین دعوت میکنم از آقای جواد صفوی از اعضای کانون سینما تئاتر فانتاسماگوریا وابسته به گروه پژوهشی پیدایش که تشریف بیارن، در خدمتشون هستیم برای ما این توضیحات رو بدن. سلام خدمت همه دوستان عزیز و خیلی ممنون از دعوت به این برنامه. با یک گفتگوی کوتاه در واقع با شما در خدمتتون هستم برای بررسی یک فیلم. اما اتفاقی که کار من سخت میکنه اینه که وقتی یک فیلمی مورد توجه هست توی یک سالن و ما صدای خنده ها در حین فیلم و بعد از فیلم و تشویق ها رو میشنویم، فیلم به معنای یک فیلم داستانی مستند قبول میکنه انیمیشن کار اول خودش رو انجام بده، یعنی ارتباط گرفته با مخاطب و خب این خودش به خود یک امتیاز هست و نمیتونیم راجبش اصلا بحثی داشته باشیم، چون اصلا هدف اصلی همین ارتباط هست که راه رو برای معنا سازی و گفتگو باز میکنه. اما اگه یه خورده بخوایم دقیق‌تر راجع به فیلم صحبت کنیم، یه خورده نقد شفاهی کار سخت نیست، اما یک بالاخره کارایی میشه در موردش انجام داد در یک تایم کوتاه. منتها من خیلی دوست داشتم که صحبت‌های فیلمساز اصلا نمیشنیدم اینجا، چون نکاتی گفتن در مورد اثر که من رو یاد یک جمله از مرحوم عباس کیارستمی انداخت که خیلی سال پیش در مورد فیلم زیر درختان زیتون خودشون توی مصاحبه توی مجله فیلم گفته بودن که وقتی فیلمساز فیلم رو میسازه خودش باید بند ناف رو ببره، بشینه روبرو و به عنوان یک مخاطب کار خودش رو نگاه بکنه. نکته‌ای که خانم شریفی توی صحبتشون گفتن ناظر بر این بود که ما الان با یک اثر هنری چند وجهی مواجهیم، یعنی هم یک اثر چیدمان یا اینستالیشن صوتی تصویری آدیویژوال که خودشون گفتن هست و یک انیمیشن هست. در ایران با صدای مادر بزرگی که همه میشنویمش میفهمیمش یک فیلم جداست. در کانادا و هر جای دیگه دنیا که زیرنویس نداشته باشه و اون رو به صورت یک صوت شبه موسیقایی هم که خودشون گفتن بخوایم بشنویم ببینیم فیلم رو، قطعاً یک چیز جداست و همه اینا الزاماً به اون ظرفشانه نمیرسه. از این جنبه همیشه در واقع اثر رو یک اثر خوب در واقع توصیف کرد، هم یک اثری که میتواند
نه اینکه بد باشه، باز از این عبارت نمیخوام استفاده بکنم، اما یک سوالهایی برای مخاطب به وجود بیاره. برای اینکه میخوام راجع به اونها صحبت بکنم، اما خیلی خلاصه فقط بگم که برمیگردم یه خود از فیلم فاصله میگیرم. اینکه ما راجع به نقد فیلم حرف بزنیم میتونه ساختاری باشه، میتونه محتوایی باشه. توی نقد ساختاری ما مثلا ساختار دراماتیک و روایت و شخصیت پردازی و میزانسن و تدوین و صدا موسیقی رو میتونیم بررسی بکنیم برای اینکه ساختمان فیلم رو ببینیم. در انیمیشن یه آیتم دیگه هم اضافه میشه بهش و اون سبک و تکنیک انیمیشن هست. اینو میخوام یادمون باشه که استفاده میکنم ازش بکنیم. توی نقد محتوایی هم خب چیستی فیلم مهم هست برامون. با ساختار کاری نداریم، به مضمون میخوایم برسیم، درونی زاویه دید هنرمند، حتی نحوه برخورد فیلم با مخاطب که ما الان امروز دیدیم توی سالن و مسائل انسانی اخلاقی که فیلمساز یا هنرمندش می‌خواسته راجعش حرف بزنه. و توی انیمیشن باز یه پارامتری توی نقد محتوایی اضافه میشه به اسم زبان نمادین فیلم. باز با این هم کار داریم. یه نکته دیگه هم در مورد انیمیشن که بعد نیست من اینجا اشاره کنم اینه که توی انیمیشن ما با هر فریم این فیلم به عنوان یک تکه‌ای از اثر سرکار داریم ساخته شده، مثل فیلم نیست که ثبت شده باشه و بازیگری بازی کرده باشه. پس هر عنصر دیداری تو این 8-9 دقیقه فیلم یک انتخابه که فیلمساز انجام داده. اگر که خانم شریف خودشون به عنوان یک فیلمساز دارن صحبت میکنن، اما اگر به عنوان یک اثر آدیو ویژوال به عنوان یک خودشون به عنوان یک هنرمند تجسمی صحبت بکنن، بازی خورده قصه ما میتونه متفاوت باشه. این هر قاب، هر ثانیه این فیلم یک بار معنایی پس میتواند داشته باشه چون انتخاب فیلمساز بوده. یه سوالی شما فرمودید در مورد اینکه انیمیشن ها اساساً میتونن قالب مناسب باشن. بهترین ظرف برای داستان های فولکلور، افسانه ها، قصه های اسطوره‌ای اساساً انیمیشن ها هستن توی دنیا. از فیلم های خیلی معروفی مثل پوکاهانتس، داستان فرانسیس کاگویا، آهنگ دریا، اونایی که من حالا نگاه کردم، مولان، خیلی های دیگه در تمام دنیا این روال هست. حالا اغلب به صورت فیلم های طولانی و بلند هم بودن. یک قالب بسیار جذابه برای این مسئله به چند دلیل. یکیش اینه که آزادی عمل میده به فیلمساز در تصویرسازی عناصر خیالی، وفاداری به لحن و حال و هوای روایی سنتی اون داستان، جذابیت برای یه رنج سنی خیلی خیلی وسیع از کودک تا بزرگسال، نمادگرایی بصری خیلی راحت برای اینکه به خاطر انیمیشن خیلی خوب میتونه هر چیز خیالی رو به تصویر بکشه و یه زبان جهانیه. اتفاقی اینجا هم به یه نحوی افتاده اساساً و برای مخاطبان در سراسر دنیا معانی مختلفی تولید کرده. با این روی کرد اگر بخوایم بریم سراغ فیلم زرافشان یا با اسم دیگه‌اش که من خیلی اون اسمو بیشتر دوست دارم، افسانه‌های رنگ باخته، افسانه‌های محشرانگیز، ما با یه اثر همونطور که گفتم چیدمان صوتی تصویری مواجهیم که شاید به نوعی یه نوستالژی که شاید اساساً پایه و اساسی تو گذشته نداره، به یه اتفاق واقعی هم اشاره نمی‌کنه. یه چیزیست در گذشته محو آدم‌هایی که حتی ممکنه نشنیده باشن ولی حس می‌کنن که چیزی شبیهش رو شاید شنیدن. و این که فیلمساز اینجا نه فیلمساز، اینجا باید بگیم هنرمند تجسمی ما با درایت اومده در یک سالونی این رو روی پارچه‌های معلق، دقیقاً توی همون اسلایدها هم دیدیمش، پروژکت کرده تصویر رو، یه جور حضور معلق یک تصویر. تمام تلاش فیلمساز هست برای اینکه خیال انگیزتر نمایش بده. حتی کادر دور فیلم هم یه محو شدگی داشت که باز داره به همون کمک میکنه. از این جنبه ها ما با یک کاری مواجهیم که من فکر میکنم هنرمند میدونه که میخواد چی بگه، اما چون خود هنرمند در واقع اشاره کرده که از یک جنبه فیلم رو به عنوان یک انیمیشن، یعنی یک فیلم کوتاه انیمیشن
ارائه کرده. از یک طرف به عنوان یک اثر تجسمی که در یک گالری، حالا گفتن بدون صدا ولی روی اون پرده ها و اون شمایلی که دیدیم، دقیقاً اون نقد ساختاری و محتوایی که اول صحبتم اشاره کردم به هر دو وجه این کار نزدیک هست. اگر بخوایم از جنبه ساختاری مواجه بشیم با این اثر، یک فیلم کوتاه که معمولاً هم فیلم‌های کوتاهی به این شکل، حالا توضیح دادن که با یه اپی به چه شکلی کار کردن، با این فرم از استفاده از صدا به عنوان یک صدای راوی که یک مادر بزرگ هست، کار نداره که ارتباط برقرار کردیم با اون صدا و همه دوستش داشتیم، اما کار رو یک کمی به لحاظ ساختاری یک کار نزدیک به کار حرفه‌ای، یعنی یک کاری که مونده تا به یک کار حرفه‌ای تبدیل بشه ما مجبوریم نگاهش بکنیم. به خاطر اینکه اگر یک فیلمساز صرفاً یک فیلمساز انیمیشن اینجا الان بود و این فیلم می‌خواست بسازه، احتمالاً حتما از یکی از هنرمندان یا صداپیشه‌های موسم استفاده می‌کرد و این روایت رو یک بار می‌نوشت با یک لحنی که جمله‌ها تکرار نداشته باشن. اینجا ما چند بار یک جمله رو مادربزرگی تکرار می‌کنه، حالا باز با این تکراره من کار دارم، ولی هیچ دستی معلومه که به اون صدا نخورده، کاملا خالص پیور همین صدای روی این تصویرسازی انجام شده و یک کاریه که اگر مخاطب غیر فارسی زبان بخواد فیلم رو ببینه حتما باید زیرنویس بشه که داره چه چیزی روایت میشه، اگر به عنوان فیلم صرفا داریم ببینیمش و اینا یک کمی و اینکه وزن عمده اون چیزی که به عنوان فیلم سینمایی کوتاه داریم می‌بینیم، چون بار اصلی روایت بر دوش صداست تا تصویر، یعنی اگه تصویر رو کامل فقط تصویر رو ببینیم صدا قطع باشه ما و هیچ زیرنویسی نباشه ما از قصه خیلی چیزی متوجه نمیشیم، هر کاری بکنیم نمیفهمیم، چون فارسی زبان باشه انگلیسی زبان باشه، چون تصویر کامل نیست و اینا از یک کمی فیلم رو میاره توی سطح متوسط به عنوان یک فیلم کوتاه تجربی، اما نه به اون معنای تجربی که قرار هست قصه‌ای هم توش نباشه و فقط تصویرسازی بشه، تجربه گرایانه است برای این فیلمساز. اما اگر آن روی سکه زرافشان رو ببینیم ما با یک اثری مواجهیم که دقیقاً اثر هنری است که در قالب مدیوم فیلم ارائه شده و تلاش یک فیلمساز هست برای رسیدن به یک نکته خیلی مهم و اون یک کشمکش بین ثبت و حذفه. چیزی که دریافت من از این فیلم بود اینه که ما شخصیتی مثل زرافشان رو داریم که دائم در حال تغییر چهرهش و ما چهره واضح هم ازش نمی‌بینیم. قطعاً این نقاش می‌توانست چهره خیلی واضحی در یک نمای نزدیک از یک صورت یک زن جوان به تصویر بکشه، اما این کار رو نمی‌کنه و بارها و بارها داره تصویرها تغییر می‌کنه تا یک تصویر تبدیل بشه به یک تصویر نهایی، اما این اتفاق نمی‌افته، تا آخر فیلم اتفاق نمی‌افته. به عوضش اون صدایی که روی اون، حالا من باز تصور می‌کنم که روی اون پرده‌های معلق اگر این فیلم داره پخش میشه یه حس خیالگونگی جذابی داره با اون صدای راوی. اگر فرض کنیم همه مخاطبان فیلم فارسی رو متوجه بشن، ما با به یک جور ماهیت تکه تکه خاطرات و حافظه شکننده داریم مواجه میشیم. یه چیزی که مادر بزرگ یه جا میگه، یه جاشو دقیقاً به وضوح میگه من یادم رفت، اینا ثبت شده. من اینها رو تعمد هنرمند میگذارم که خواسته از این خالصی استفاده بکنه، ولی قهرمان اصلی داستان این فیلم زرافشان نیست. همونطور که الان بحث شد بین دوستان که الان اصلا این چه کاری بود که این زن کرد، اصلا ماجرا چی بود، اون تنور چی بود و اینا. قهرمان واقعی زرافشان نگو چون ناخونده است، تکرار شدن سینه به سینه این افسانه در طی این تغییر دائم در طول فیلم، در انگار که در طول تمام این نسل‌ها داره تغییر میکنه، همه چیز داره عوض میشه، رنگا داره عوض میشه، چهره‌ها همون چهره یک زن ثابت نیست، اما این تکرار شدنه که تداوم پیدا میکنه قهرمان اصلیه. یعنی داستان هنوز زنده است، خود این داستان قهرمان اصلیه. پس
هنرمند، اینجا نه فیلمساز به نظر من، هنرمند تجسمی ما توانسته راجع به آن چیزی که میگه من ذخیره فرهنگی خاطراتم از مادر بزرگم از گذشته هست، اون رو با همون خالصی خودش حفظ بکنه. یعنی همون گوهری رو که دستش هست، این نواری که از سالها پیش دستش هست، اون صوت رو با این تصویرسازی و با این شکل ارائه تونسته به طور کامل حفظ بکنه و چیزی نتونسته در طی زمانها جلوی اون رو بگیره. برای من فقط یک سوال از فیلمساز پیش میاد، این که من به نظرم اون برچسب تبعیض جنسیتی برچسبیه که شاید خارج از جهان اینجا در توی این کشور که ما هستیم برای اونورابی‌ها شاید یه معنایی داشته باشه، یه کارکردی داشته باشه، اما به نظر من برچسب اضافه‌ای است و کاش که اصلا وارد این فضا نشه، به عنوان یک اثر هنری ستودنی است. تشریف داشته باشیم که اگر دوستان سوالی دارن من فرار کردم که سوالی نپرسه. به موقع پس دوستان اگر سوال هست بفرمایید. من سوال ندارم، فقط نظر خودم خواهش می‌کنم. من مخاطب ما هستم و استاد فهمیدم استفاده کردم. از نظر تکنیکالی اون چیزی که روایت شده، حالا یه بحث داریم که نریتور یک مادر بزرگه و اون کیفیت رو به اون صدا من نمیتونستم بگم. حتی دوستان منم یه جایش رو متوجه نمیشه چون با یه لهجه و من فکر میکنم که مادر بزرگ و زرافشان سمپاته. حالا خود خانم یه اشاراتی بهش کرد که من اینو با حکمت درست کردم و برای زمانی پیش به حقوق زنها در واقع یک مقداری اجحاف میشه. حالا این سمپاته یعنی چی؟ به نظر من اون زرافشان رو آرزوی خودش میبینه که یه روزی یه اتفاق میفته و توی این داستان جای ابژه و سبژه هم عوض شده، این بار زن دوباره مرد میفته. عجیبه. حالا این میره برای مردی که هم جایگاه اجتماعی داره، هم نظر مالی متنوع و میره بهش میرسه. حالا چه رنجی میکشه و چیزای دیگه همونطور که استاد فرمودن فیلم کوتاهه، نمیشه به حیثیت در واقع خورده گرفت. یک داستانی روایت میکنه، من از منظر سینمایی و قصه میگم. قصه من یاد این جایی میندازه توی روستای قدیم وقتی که خانم‌ها میان بیرون دم میشینن برای همدیگه صحبتایی میکنن، یا نقالیه که تو قهوه خونه، به نظر من یه خیال آشفته است و تصاویری هم که من میبینم من اومده تو خیالش این تصاویری کشیده، چرا ما رو زرد کشیده، چرا سر رو برعکس کشیده، چرا حالا آخوند رومانی هرچی که هست یه جور دیگه کشیده، اومده سوار کرده خیال خودش رو روی داستان. علاوه بر تو کلیتش من لذت بردم. مرسی که نظرتون رو گفتین. راجع به مباحثی هم که گفتین ما در ادامه برنامه باز راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. دوستان کسی دیگه میخواد نظری بده یا پرسشی کسی داره؟ یه مقدار که چند گفتی بیشتر توی نیستم الان دیگه رفاقت نمیخواد باید هم چون به این سمت که به سمت مولتی مدیا میره، اصلا فضای فیلم ها اون نکته که دوستان گفت که خیلی وقت تکلیفش تو سینما یا اصلا هنر حق شده من حقش همینه، اصلا کارش همینه که برداشت خودش رو برای اما اینکه این ساختار مثلا فیلم کوتاه با توجه به همین تغییرات بهش این هزاره جدید 20 سال اخیر همچنان سینمایی ها اون تعریف کلاسیکشون رو دارن و اگر از اون بیرون بیاد میگن این یه فیلم نیست، مثلا یک مولتی مدیاست، نمیدونم مدل ویدیو فلانه. نه واقعا توی عالم سینما یه بعدی کوتاه اومدن. خودم نه ساختار سر جاشه، یعنی ما هم اینجا هم دقیقاً همون ساختار سه‌پرده‌ای رو خیلی فشرده و موجز داریم از زمانی که اون اتفاق برای زرافشان اون ضربه رو به سر اون مار میزنه. ما نقطه عطف اول سناریومون رو داریم به طور کامل. به طور کلی در مورد فیلم‌های سینمایی حتی اگر رویکردهای جدیدی دارن برای اینکه مثلا داستانی بشه که نامتعارف تعریف بکنن، اما باز در دلش اون سه تا پوینت اصلی توی روایت دارن و اون فیلمی به عنوان یک فیلم تجربی اکسپریمنتال مووی تعریف میشه الان، چه کوتاه چه بلند.
که نتواند یا نخواهد فیلمساز که قصه ای رو به طور مشخص تعریف کنه. اگر قصه وجود داشته باشه ما دیگه با سینمایی روبرو هستیم. قرار شدش که ما در واقع این فیلم رو از وجه هنری اون بررسی بکنیم و میخوایم به تکنیک ساخت اثر بپردازیم. اینکه مثلا سوالاتی از این دست که چرا در این فیلم محدودیت رنگ وجود داره، چرا در واقع این فولکلور زرافشان همونجور که آقای صفوی هم اشاره کردن و خود ساز هم اشاره کردن شباهتش رو توی داستان‌ها و فولکلورهای دیگه هم می‌بینیم. این چه دلیلی داره؟ آیا واقعا این فولکلورها در زمان دارن سفر میکنن با ما یا این خاصیت ذهن انسان هستش که اینا رو شبیه به هم میسازه؟ و اینکه واقعا این فولکلوری که توی این فیلم بود و بر اساس اون این فیلم ساخته شده با خود این فیلم در واقع چقدر تفاوت داره و یا چقدر شباهت داره و یا این تغییراتی که ایجاد شده بود تغییرات خلاقانه‌ای بود یا اینکه خیر. برای پاسخ به این سوال‌ها دعوت می‌کنم از خانم سهند محمدی خبازان از اعضای کادر مطالعات حوزه شناختی ویتوخته وابسته به دوره پژوهشی پیدایش که تشریف بیارن برای ما این سوال سلام، وقت همگی بخیر. خیلی خوشحالم و تشکر می‌کنم که توی این نشست حضور پیدا کردید. من میخوام به سبک تصویرسازی و انیمیشن توی این اثر بپردازم. اول با سبک تصویرسازی شروع میکنم. با توجه به این فیلم و سایر آثار هنرمند که ما توی یه پست هم توی اینستاگرام هم توی تلگرام میتوخته مجموعه منتخبی از آثار ایشون رو گذاشتیم، میشه گفتش که سبکش یه سبک ترکیبیه، ترکیبی از اکسپرسیونیسم و فیگوراتیویسم که مجموعه دوتا میشه نئو فیگوراتیویسم یا فیگوراتیویسم نو. در واقع توی کتاب آقای دکتر عوضپور هم که کلمه رنگ هست اسمش، توی چند قسمتش چند تا هنرمند نئو فیگوراتیویسم معرفی شدن و بهشون پرداخته شده و من پیشنهاد میکنم که اگه میخواین بیشتر آشنا بشین اون کتاب رو بهش یه نگاهی بندازید. اما اگه برگردیم به سبک نئوفیگوراتیویسم، این سبک از سبک‌های دوره مدرنه. حدود سالهای 1950 بعد از جنگ شکل میگیره و یه سری از هنرمندا از خاستگاه‌های مختلف که اینها وجه اشتراکشون اینه که همشون فیگوراتیو کار میکنن به این سبک گرایش پیدا میکنن. مهمترین هنرمندانش احتمالاً میشناسید لوشن فروید و نیکولا دوستایل و فرانسیس بیکن توی نقاشی، جاکومتی و هنری مور تو مجسمه سازی، بعدها چند تا هنرمند دیگه مثل دوبوفه و دکونینگ هم به اینها میپیوندن. اما برگردیم به خود سبک. این سبک 5 تا اصل یا 5 تا ویژگی داره که من میخوام اینا رو تک تک با هم مرور کنیم ببینیم که کدومش رو هنرمند بهش وفادار بوده و چه تأثیری تو کارش در واقع گذاشته این اصول این سبک. 3 تا ویژگی اول که ازش صحبت می‌کنم بیشتر با محتوای اثر در ارتباطه. اصل اول اینه که هنرمندان این سبک به دنبال پاشنمایی زشتی بنیادین بشری هستند. حالا این از کجا میاد؟ اینها در واقع خیلی متأثر از فلسفه اگزیستانسیالن و برای همین بر این باور هستن که طبیعت انسانی اساساً نازیباه و انسان موجود شریفی نیستش بنابراین و حتی موجود شروریه و شر سرشت و سرنوشت انسانه. به خاطر همین حالا اگه هنرمند هم جزو این انسان هستش، بنابراین اثر هنریش هم باید بازتابی از همین سرشتش باشه که از نظر اینها بنابراین نازیباست و میگن خیلی طبیعی و نرماله که هنرمند اینجوری بپردازه به آثار هنری. حالا اگه بخوایم این عطر رو تو تصویرسازی‌هایی که دیدیم و سایر آثار هنرمند هم دنبال بکنیم، همین چهره‌ها و فیگورهایی که خیلی بیانگر هستن، ما میتونیم این شک و تردید و این در واقع نیاز حتی شرورانه رو توی چهره اینها ببینیم. همین حالت خشم و ناراحتی و اضطرابی که تو چهره‌ها بود، اینها همه یعنی که این اصل رو هنرمند به این صورت تو آثارش منعکس کرده.
اما اصل دوم نبود فردیت و شخصیت تو آثاره. به این معنا که به آدم خاصی که یه شخصیت و هویت مشخصی داشته باشه نمیپردازن هنرمندان این سبک، بلکه به نوع انسان میپردازن و این هم از همین فلسفه اگزیستانس میاد. یعنی انسانی که مثلا تو اون صحنه از فیلم دچار یه حالت خاصی، یه حس خاصی شده، این یه شخص خاصی نیست، بلکه میخوام بگم که همه انسان ها نوعاً دچار این دردها هستن، دچار یه سری دردهای اگزیستانسن، دچار یه سری دردهای بنیادین هستن که گریزی هم ازش نیست و همه بهش دچارن. بنابراین خب تو این سبک در مقایسه با اکسپرسیونیست‌ها که بیشتر به طبیعت می‌پرداختن، اینها در واقع با طبیعت آدمی خیلی برخورد دارن و بهش می‌پردازن. حالا اگه این اصل رو هم بخوایم با تو تصویرسازی‌ها دنبال کنیم، میشه گفت که تو این آثار هم ما شخصیت پردازی که چهره‌ها همونجوری که شما اشاره کردین، چهره‌ها بخواد یه چهره خیلی مشخصی باشه که اون شخصیت رو نشون بده، اینجوری نیست. چهره‌ها خیلی شبیه به همن، بلکه بیشتر دارن اون عاطفه و اون احساسات رو بروز میدن بر اساس اونی که حتی رنگ چهره برای مثال تغییر میکنه. حالا از این دو تا اصلی که گفتیم، اصل سوم منتج میشه که بنابراین فیگورهای تنها، دردمند و وحشت‌زده رو عموماً به تصویر میکشن که نمونه‌اش هم کار فرانسیس بیکنه و تو این آثار هم دیدیم که به همین صورت میشه. اصول 4 و 5 که میخوام بهش بپردازم بیشتر به تکنیک میپردازم. اصل 4 اینه که رنگ‌آمیزی اساساً بیانگرانه هست تو این آثار و این ویژگی رو از اکسپرسیونیسم گرفته. اما در مقایسه با اکسپرسیونیست‌ها که بیشتر از رنگ‌های خیلی شاد استفاده میکنن، اینها بر اساس همون مرام فلسفیشون بیشتر به رنگ‌های تیره میپردازن. خب اگه به صحنه فیلم رو به خاطر بیاین، همون سوالی که شما مطرح کردین، این بیانگرانه بودن رنگ‌ها رو ما و استفاده از رنگ‌های تیره می‌بینیم که اصلا یکی از ویژگی‌های اثره. رنگ‌های سبز و آبی تیره، سیاه و پس‌زمینه استفاده شده. خود چهره خیلی در واقع واقعی رئال رنگ‌آمیزی نشده، بلکه بر اساس اون احساسات و عواطفی که میخواد منتقل بکنه رنگ‌آمیزی میشه که بنابراین از این اصل هم میتونیم بگیم که تو آثارش استفاده کرده هنرمند. اصل 5 استفاده از لایه‌های زمخت رنگ برای الغای لایه‌های گوشته. خیلی جالبه، برعکس اینکه همیشه میگن که روح در قفس تن اسیره، اینها خیلی تحت تاثیر مرلو-پونتی هستن که مرلو-پونتی میگه که این تنه که همیشه از روح میکشه. به خاطر همین خیلی از هنرمندان این سبک، خصوصا روشنفکر، روی تن و بدن متمرکز میشه. در واقع میخواد بگه این انسانی که اشرف مخلوقاته، اگه این رو بذاریم کنار، این انسان هوشمند و بیایم مقایسهش بکنیم طبیعتش رو با بقیه موجودات، آیا میتونیم بگیم که در مقایسه با اونها زیباست؟ و اینها میخوام بگم نه، اصلا هم اینطور نیست. اتفاقا خیلی تن و بدن زشتی داره و یه جوری میخوام بگم که در واقع خیلی زشته، بنابراین روی فیگورها خیلی متمرکز میشن، خیلی چاق میکشن، خیلی زخمی میکشن، جسد حتی به تصویر میکشن و این لایه گذاری رنگ‌های زمخت این تاثیر رو خیلی تشدید میکنن. خودشون در واقع میگن با اغراق در رنگ گذاری ما میخوایم حس تشنج و مواجهه با لاشه رو به وجود بیاریم. خب این اصل رو خیلی به این شدت خب هنرمند بهش نپرداخته. باز میتونیم بگیم یک مقدار رنگ‌گذاری به این سطح رعایت کرده به این شیوه، ولی نه با این شدتی که نزد هنرمندان نئوفیگوراتیویسم. خب بنابراین با توجه به این اصولی که گفتیم، به نظر من این سبک خیلی برای به تصویر کشیدن فولکلور مناسبه. خب توی فولکلور اساساً و توی این فولکلور همونجوری که دیدیم ما یه سری اتفاقات خوب و زیبا داریم، اما در کنارش خیلی اتفاقات زشت و خشن داریم و همونجوری که تو این سبک هم گفتیم در واقع اونها نیست بچه خشن و زشت رو خیلی بهش توجه میکنن. یکی از شخصیت‌های اصلی همونجوری که شما فکر اشاره کردین، دختر خالش رو که قرار همسرش بشه میندازه توی کوره و به خشن‌ترین شکل که ممکن میکنه. بنابراین میتونیم بگیم که در واقع سبک تصویرسازی کاملا با این ویژگی فولکلور هماهنگه. خب یه نقطه میخوام به تکنیک انیمیشن بپردازم توی
فیلمی که دیدیم. تکنیکی اینجا کار شده به این صورته که تصویرها مدام روی هم میافتن، یه شکل جدیدی رو تشکیل میدن، تصویرهایی به هم تبدیل میشن، تصویر جدیدی میسازن. این تکنیک و سبک خیلی قاعده مشخص و شناخته شده این نیستش، اما من تحقیق کردم، به نظر میشه چند جا دنبالش کرد. اولیش تو هنر بومیه، مثلا تو نقاشی قهوه‌خونه‌ای که فکر کنم شما اشاره کردین، یکی از دوستان آرایشون اشاره کردن، توی نقالی، پرده‌خونی، حتی تو نگارگری، تو بعضی از نگاره‌ها ما میتونیم تکنیک رو ببینیم. در همه اینها ما یه همزمانی و پیوستگی مکان زمان داریم، یعنی فضاها و رویدادها بدون توالی زمانی و مکانی به طور همزمان توی یک اثر عرضه میشن. مثلا تو برخی از نگاره‌ها که بهرام و آزاده به تصویر کشیده شدن، آزاده هم در این حال روی شتر به تصویر کشیده، هم زیر شتر. و تو نقالی و پرده‌خوانی هم به این صورت ما صحنه‌های متفاوت مربوط به زمان‌ها و مکان‌های خیلی متفاوت رو کنار هم داریم و اصلا توالی زمانی توشون معنایی نداره. اما خب یه نگاه غیربومی هم میتونیم داشته باشیم. این من خیلی یاد پیکاسو میاندازه. اون فرایند طراحی پیکاسو که نمیدونم احتمالاً دیدین که فیلمش رو دیدین که مدام خط و خطوط و نقوشی رو به بوم اضافه میکنه و یه فیگور جدیدی شکل میده که این فیگور هم باز به یه فیگور جدیدتر تغییر شکل میده. این در واقع تکنیک پیکاسو رو میتونیم بهش برهم نهش یا سوبک‌پوزه بگیم که ما تو کتاب روان اصول شناسی های هنری یک فصل بهش پرداختیم. این عبارت رو اولین بار یک روانکاو انگلیسی به اسم فرانسیس گالتون استفاده کرد. گالتون سعی داشت با برهم نهادن مجموعه عکسایی که مثلا از دزدان سابقه دار تهیه کرده بود، یه تیپ کلی یک دزد رو مشخص بکنه. بعدتر از اون شارمورو که روش روانسنجی رو که از روش روان اصول شناسی هاست ابداع کرد، اومد و از این سوپرپوزه استفاده کرد در تبیین روش خودش. اون در واقع میخواست با برهم نهادن مجموعه آثار یک هنرمند شبکه تداعی‌های وسوسه برانگیز نسل اون هنرمند رو تو آثارش کشف بکنه و از نظر مورون در واقع تو روش اون فرایند درک اثر هنری اساساً با این کشف بود که شروع شد. اما از طرف دیگه هم این تکنیک برای من یادآور نظریه پالیمسس ژرار ژانته. خب پالیمسس لغتش در زبان یونانی به معنای پاک کردن دوباره است. در گذشته که هنوز کاغذ اختراع نشده بود، برای نوشتن از پوست استفاده می‌کردن. اما فرآیند تهیه این پوست‌ها خیلی زمانبر و پرهزینه بود. برای همین بعد از یه مدتی اون خطای قدیمی، خطوط قدیمی رو پاک می‌کردن و دوباره استفاده می‌کردن از این پوست‌ها. اما با گذشت زمان اون کلمات قدیمی آروم آروم خیلی کمرنگ کنار اون متون جدیدتر ظاهر می‌شد و یک متن شکل می‌گرفت که مخاطب میتونست به طور همزمان چندین متن رو که متعلق به دوره‌های خیلی متفاوت بود همزمان توی اون یه دونه پوست ببینه. ژانت حالا از این پالیمسس برای تبیین نظریه ترامتنیتش استفاده میکنه و میگه یک متن میتونه یه ترامتن باشه. به چه معنا؟ توی یک ترامتن چندین متن به طور همزمان میتونن در دل یک متن همنشین بشن، حرکت کنن، تو دل هم جای بگیرن و به همین دلیل در واقع این رو یک متن رو، یک ترامتن رو شبیه یک پالیمسس می‌دونه ژانت. همینطور که فکر کنم حالا آقای عباسپور هم اشاره کنن به پردازن به فولکلور خودش میتونیم بگیم که یک ترامتنه. برعکس روایت‌های اسطوره‌ای که خیلی صلبن و اساساً نمیتونن پذیرای سایر روایت‌ها باشن و اونها رو تو دل خودشون جای بدن و قبول کنن، فولکلور برعکس اینها میتونه متن‌های متعددی رو در داخل خودش پذیرا باشه. حالا این متن‌ها چی هستن؟ میتونه یه روایت اسطوره‌ای باشه، چندین روایت اسطوره‌ای باشه. خود این فولکلور نزد اقوام مختلف باشه، یعنی خوانش‌های مختلف این فولکلور باشه، یا حتی اشخاص مختلفی که خوانش‌های متفاوتی از یک فولکلور میدن. مثل همین مادربزرگ فیلم که داره یه روایت شخصی خودش رو، خوانش شخصی خودش رو از درفشان ارائه میده اینجا. و از طرف دیگه شیوه نمایش این فیلم هم که همونجور گفتیم روی 3 تا پرده متوالی بوده، میتونه اشاره به همین تعدد متن‌ها توی در واقع این اثر داشته باشه. بنابراین حالا بخوام یک جمع‌بندی بکنم، میشه گفتش که این اثر مجموعه‌ای از تصویرسازی، فیلم، انیمیشن، نحوه صداگذاری و فولکلوره
و در مجموع یک اینستالیشن و چیدمانه و این چیدمان به نظر من یک کرامت نه و اگه یک کرامت باشه میتونیم بگیم که این متن‌هایی که ازش گفتم، همین فولکلور و فیلم و تصویرسازی و انیمیشن، حالا اینها در کنار هم این اثر دارن، یک دولن به صورت ارگانیک از بین هم حرکت میکنن و این کرامت رو که این اثر تشکیل میده. بنابراین به نظر من این تکنیک هم در واقع تکنیک انیمیشن هم خیلی مناسب محتوای اثری که این در واقع یک فولکلور بود و به نظرم خیلی به خوبی انتخاب شد. خیلی ممنون. دوستان اگر سوالی دارن بگذارم. اصلا مرسی وقتی توضیح دادم. این سوال نیست، اما اول این چالش توضیح داده حالا با بحث ارتباط گرفتن با تصویری که بود، خب برای من خودم چون حالا بحث اینه که قبلی بود توضیح چون یه قصه حالا قبول تا قصه باشن مثلا یه قصه مثل کفش آمدی کشیدن یا مثلا بحثش خیلی ادامه میشه که قصه های دیگه و حالا بحث ارتباط گرفتن با این ادامه مثلا فکر درگاه نیست بخوام مرتبط توضیح شما یه نظر فرمش هست من به نظر من این بودش که چون این میاد از یه حافظه کمی میاد جلو حالا بعد از تو اگر اشتباه صحبت رو درستش کنم چون یه چیز کلی هستش یعنی این ظرفشانه اصلا مهم نیستش که چه شکلی باشه اون خود اون شخصیت مهم هستش اون حالت محدودن و دقیق نبودن حالت تصویری یا مثلا شخصیت یا قصه یا قصه که الان تصویر سازی شده من خیلی به من کمک کرد فکر کنم که مثلا کلی داریم میاد جلو یعنی حرف کلی داریم میزنه حالا مهم نیستش که مثلا خط خطوط چجوری باشه یا مثلا چه میدونم این چه شکلی باشه مار زرد باشه یا شاید مار زرد بودن شاید یه مفهومی براشون داشته حالا استادان تکنیکی بدن یا خود با رحمت ولی برای من این حالت محو بودن تصویره حالا به طرف توضیحی گفتیم به من اینا یادآوری می‌کرد که این قصه همینجوری داره میاد جلو بدون اینکه راهی خاصی داشته باشه یا مثلا دقیقا حالا ضرب شده مشکلات باشه همینجوری یا مثلا تنویه چه شکلی باشه اینو برای من تبدیل کردیم حالا مثلا برداشت درست بود یا رو ترجمه اون که شما توضیح دادید یا نه مثلا سخته میشه نشسته خیلی هم فرق نداره در واقع سبکم داره همینو میگه ما اون شخصیت اینجا واسه هم مهم نیست میخوایم بیشتر اون اتفاقی که میفته اون تأثیری که میگیره از این اتفاق اون عواطفش اون درکی که اون لحظه میکشه اون نگرانی ها رو میخوایم تو چهره نشون بدیم برای همین خیلی نمیخوایم شخصیت مشخص اومده این سبک رو انتخاب کرده برای آگاهانه بودنش رو فکر کنم باید از خودش بپرسیم سوال دیگه ای هست یا دوستان؟ مرسی ممنونم. خب توی قسمت پایانی برنامه‌مون دوستان حواستون واقعا هست یا مثل اینکه بحث خیلی جذاب همه با هم مشغول صحبت شدن. توی قسمت پایانی در واقع می‌خوایم بچه فولکلور این اثر رو مورد بررسی قرار بدیم که فکر کنم جذاب‌تره مطمئن باشین جواب همه سوالا رو اینجا خواهیم گرفت. یک سری سوالا رو من خودم چیزایی که به ذهنم میرسیده نوشتم میتونید بعدا نام اضافه کنید سوال بپرسید دوباره. اینکه واقعا توی این داستان‌ها و توی فولکلورهای ما در واقع داستان این جایگاه پیشه‌وری چیه؟ یعنی اینکه ما اینجا هم الان ریسندگی داشتیم و این واقعا آیا دلیل خاصی داره توی این داستانان و آیا ارتباطی داره به اینکه مثلا میگیم یکی قصه میبافه داستان میبافه اینا آیا ارتباطی با هم دیگه دارن یا نه؟ اینکه چرا مثلا ما انتظار داریم که این قصه گویی ها و این روایت گویی ها همیشه توسط یه بانوی پیر باشه، همیشه مادر بزرگا باید این مسئولیت رو قبول کنن انگار و این نقش رو به همیشه ما به مادر بزرگا میدیم. اونا آره می هستن ولی خب مادر بزرگا از در واقع بیشتر این کار رو انجام میدن. و اینکه واقعا اهمیت حفظ این فولکلورها به این شکلی که هستن چیه به شکل اصلیشون؟ ما این داستان‌ها و فولکلورها رو داریم همچنان برای
تعریف میکنیم و اینکه چه تأثیری روی ناخودآگاه این بچه‌ها داره در طول زمان این داستان‌هایی که تکرار میشه و روی روان اونها، روی ناخودآگاه اونها این مفهوم این فولکلورها چه تأثیری داره. واقعا آیا این تکرار شدنه آیا خوب هست؟ خوبه که به اون شکلی که بودن حفظشون کنیم و دوباره اینا رو همجوری منتقل کنیم و بگیم اینها رو. و اینکه در کل فولکلورها واقعا قصد دارن که چه چیزی رو به مخاطبانشون منتقل کنن. قصدشون از این روایت ها چیه؟ با این شخصیت پردازی های بعضی موقع عجیب غریبی که توشون میبینیم و المان های عجیبی که میبینیم واقعا چه چیزی رو قصد دارن که به اون شنونده منتقل بکنن. چیزایی داریم مثلا تغییر شکل موجودات افسانه‌ای که توی هستن. آیا واقعا اینو باید به عنوان فقدان یک ذات ثابت توی انسان در نظر بگیریم این تغییرات رو، یا اینکه مثلا ما دگردیسی‌های مختلف داریم توی این روایت ها و اینا تکرار شونده هستند، آیا اینها به دلایل خاصی هستند، و یا اینکه مثلا توی انبوهی از فولکلورها و روایت هامون داریم که اون شخصیت اصلی مسیر خیلی سختی رو میره، سختی‌های زیادی میکشه و باید حتما به قول معروف سرش به سنگ بخوره تا یه تجربه پیدا کنه. آیا واقعا این لازمه که این تجربیات سخت رو ما داشته باشیم تا بتونیم وارد اون فرایند آگاهی بشیم؟ سوالهای دیگری هم باز اگر به ذهنتون رسید میتونید مطرح کنید، ولی حالا فعلا به اینها من بسنده میکنم. دعوت میکنم از آقای بهروز عوضپور ریاست گروه پژوهشی پیدایش که تشریف بیارن برای ما بخش فولکلور این اثر رو توضیح بدن. و سپاس از تک اعضای گروه پژوهشی پیدایش و هر دو تا خانومی که از کانون‌های گروه پژوهشی که درگیر نشست بودن، هم سینماتوگرافی فانتاستیکویی و هم استشانتی میتوخته، ایزن اصلی کتاب‌آلا ایرانی، نگارخانه لاجورد و شرکت مهندسین مشهور چگالش که حمایت مالیشون از ما دریغ نمی‌کنن. من قبل از اینکه شروع کنم دو تا نکته میگم. واقعا صمیمانه تشکر میکنم که به رغم این دشواری‌های زندگی وقت عزیزتون به شرکت در این نشست اختصاص دادین. اما یه نکته این چقدر حرف برای گفتن داریم. یا قبلش ما یه ساعت مشخص کنیم بگیم مثلا از 5 بیاین صحبت کنیم بعد نشست شروع کنیم، یا واقعا چون هر جا که من میرم چون کارم همینه زیاد میرم، خب اینو میدونیم حکومت هیچ تریبونی نذاشته برای همین همه دلشون پره میخوان حرف بزنن. خب باشه این قبوله، اما یه ساعت نشسته یه ذره دندون رو جیگر بذاریم یا جاش سوال بکنیم، بعدش صحبت کنید، قبلش صحبت کنید، شب صحبت کنید، قرار بذارید. من با آقای محمدی صحبت میکنم، همین جا رو اختصاص میدیم هفته چند ساعت بیایم با هم صحبت کنیم. یعنی اینکه حکومت عرضه یاد دادن فرهنگ حضور در یک نشست رو نداشته دلیل نمیشه ما شخصا یاد نگیریم، بهتر یاد بگیریم. خب هم جواد عزیز هم سعند عزیز دو تا بچه اثر رو پرداختن، من بچه فولکلورش رو میپردازم، اما سعی میکنم نظاممند و روشمند باشه تا نتیجه تحلیلی باشه، توصیفی نباشه. ما شنبه ها در هم مؤسسه کارگاهی داریم دقیقا همین کار میکنیم، یه سری فولکلورهای اقوام ایرانی رو انتخاب کردیم، از همه اقوامشون میریم. ما یکی از مشکلاتمون هم اینه که اقوام ارزشمند خودمون رو کتمان میکنیم و به هیچ چیزشون نمیپردازیم، اما انبوهی فولکلور دارن که میشه بهشون پرداخت. ما در سطح خودمون تلاش میکنیم این کار رو بکنیم. خب نظام یا نظریه چارچوب نظری که من برای صحبت در 15 دقیقه خواهم داشت، ما یک کسی به اسم اسمیتسون میگه در نزد برخی از فرهنگ ها ما یک نظام اندیشگانی سه وجهی داریم که یه وجه نوشتاری داره که ماحصلش میشه اسطوره، یه وجه گفتاری داره که ماحصلش میشه فولکلور و یه وجه رفتاری داره که ماحصلش میشه آیین.
بنابراین اسطوره فولکلور آیین خیلی دور از هم نیستن، سه بچه یک پدیده ثابت هست. حالا توش این نظریه توش روش‌های متعددی داره که من با توجه به نیمچه تخصصی که دارم و از زاویه دید اسطوره وارد میشم، دقیق‌تر میگم اسطوره انسانشناسی روش من خواهد بود. این خودش سه تا شیوه داره یا زیر شاخه داره: تطورگرایی، کارگرایی و ساختگرایی. به لحاظ تاریخی هم همینجوری اینا پیش اومدن. بنابراین ساختگرایی اون دوتا هم تو دل خودش داره، جامع‌تره، از مجموع استفاده میکنم. اما خود این هم با سه تا شیوه داره: برای دومزیل، برای پراگ و برای لیوی-استراس. باز بنابر هم همونطوری که عرض کردم من از شیوه لیوی-استراس استفاده میکنم. این روش من اسطوره انسانشناسی ساختگرایی لیوی-استراس خواهد بود. یک بحث نظریمون رو بکنم، فقط در این حد بگم که در نظر و عملیش بیشتر میخوام وقت بذاریم. لیوی-استراس میگه اسطوره‌شناس مثل یک خرت و پرت جمع کنه، کارش اینه این خرت و پرت‌ها رو جمع میکنه. چرا؟ چون میگه نیاکان ما مثال خودش اینه که فرض کنیم یه نفر این ور اتوبانه میخواد به کسی که اون ور اتوبانی یه چیزی رو برسونه، باید ماشینا رد میشن، سر و صداست، یه دفعه داد میزنه میگه، یه دفعه با شکل و شمایل میگیره، اعداشو در میاره، باید شکل‌های متفاوتی از یک پیام واحد هست. حالا اسطوره‌شناس همه اینا رو باید لحاظ کنه، بذاره تنگ هم تا بعد که بتونه اون معنا رو پیدا کنه. نتیجتاً میگه در اسطوره انسانشناسی یافتن نظم باطنی پس پشت آشفتگی ظاهری موجود که این فیلم هم همینطور که بچه‌ها گفتن آشفتگی ظاهری ما باید می‌بینیم اون پس پشتش چی نشسته. یا دقیق‌تر با ادبیات خود لیوی-استراس بگم یه ما می‌خوایم اون زیر ساخت رو پیدا کنیم، به رو ساخت کاری نداریم. یا اینجا نوشتم یافتن عنصر غیر سطحی نامتغیر در میان تفاوت‌های سطحی متغیر. حالا این کار در اول چگونه رخ میده؟ بعضی از این واژه‌ها فرانسوی خواهد بود به خاطر زبان خود لیوی-استراس، ترجمه‌اش به فارسی سخته و همین ببخشید من فرانسه‌اش رو به کار بردم. گام نخست در 4 تا گام به عمل میرسه این روش. تشخیص میتم‌ها و به تبع مینیمیت‌ها هست. میتم رو شاید بشه و کوچکترین واحد معنادار از یک روایت اسطوره‌ای. هر چیزی اسم، یک صحنه، یک اتفاق، یک کنش که یک روایت اسطوره‌ای رو به ذهن ما متبادر می‌کنه. مینیمیت هم یه ذره راحت‌تر ترجمه شد بگیم خرد اسطوره یا اسطورک هم میگن، اما به نظرم خرد اسطوره بهتره. خب من میتم‌ها در نسخه مد نظر نرمه از این روایت فولکلور رو همینطور که خودش هم تو گفت خانش‌های متعددی است که این اصلا ذات فولکلور همینه و خوبیش هم همینه، صلب و خشک و که یه بعضی تحقیقات دیدیم دنبال میگردن که بگن نه این نصیب‌تره، مال کدوم شهر فلان‌تره، یک حرکت ابلهانه. خوبیش اینه که هر کسی خانش خودش داره. برای ما اینجا با خانش نرمه مواجهیم، دیگر خانش‌ها کاری نداریم. من صحنه به صحنه سرعتی اگه بگم، در صحنه نخست بنابر راوی و تصویری که می‌بینیم ما یک دختر زیبای، دانای، توانایی ندار داریم. این نداری رو داشته باشیم که ریسنده هست یا کلیتایش کنیم بگیم پیشه ور هست. بعد یک ماری هست که زرفشونه، رنگش احتمالاً بابت همین زره. می‌بینیم تو اسطوره اون فلس‌هاش در واقع تبدیل به پول میشن، رابطه مار و گنج و فلان از اونجا میاد و این رنگ مانسته و بی حرفی. مار نمیتونه صحبت کنه، دخترم صحبت نمیکنه خودش، و یه حرف ندارن. حرف نداشتن به معنای فلسفیش رو میگم. این اسپیواک میگه آیا فرودست حرفی برای گفتن داره؟ اینا جفتشون تو اون درس حرفی برای گفتن ندارن. بعد ترس دختر رو داریم و به تبع این سنگ‌اندازی به مار. عموما کسایی که میترسن اولین سنگ رو میندازن. ما هم که الان به همه جای دنیا سنگ میندازیم احتمالاً میترسیم و اما خب منجر به مردن مار میشه. دگردیسی مار به پسر پادشاه و قیصر روم، چون میخوایم اسطوره‌اش رو پیدا کنیم. این مهمه روایت که در همدان سروده میشه چرا قیصر روم باشه، مثلا پادشاه ساسانی نباشه مثلا، یا هر دوره دیگه. بعدش فراق، کفش آهنی و عصای پولادی عموما اسباب سفر هست.
یک سفر طولانی برای اینکه تاکید میشه و کنجکاوی دختر برای پیدا کردن پسر، اون هجران، گریه از فراق، سفر برای یافتن یار از طرف دختر و جاهای مختلفی میره سر یک صحنه‌ای که میشه توی حسابش کرد، یعنی سر یه چشمه یه دختر دیگری رو میبینه، دیگری در حکم دختر و پرسشگری اینا دوستانه است، یعنی ما رفاقت زنانه داریم جای رقابت زنانه، این خیلی مهمه و اونجا مطلع میشه که این پسره داره عروسی میکنه با دختر خالش، بعد با مادر داماد آشنا میشه، بعد اون یه جورایی زندانی میشه در خانه خاله که خاله مادر هووش هم هست، بنابراین یه جورایی در خونه هووش زندانی میشه، مجبور به دستبوسی مادر داماد میشه، شوهره یعنی توصیه اجباری میکنه که این کارو بکنه، بعد اون عطر و گلاب و سیب و فلان تابتایی درها و تنور. باز این نکته مهم اینجا داریم که داماد میخواد به این یاد بده پسر به دختر که چجوری بلایی سرش نیاد، به تاکید که تو حرف نزن و حرفش چیه؟ میخواد عشقش رو ابراز کنه، برای هم عشقش رو دختر نباید ابراز کنه، هم کلا نباید حرف بزنه. اگه حرف بزنه میشه مثل اون یکی دختر، اگه عشقش رو ابراز کنه حرف بزنه توی تنور انداخته میشه. خب بعد انگشتر هم مهمه، دنبال انگشتره میره توی تنوره، باز رنگ خیلی مناسبی، هم آتیش هم انگشتر، کلا به عنوان مجرد به نظرم انگشتره همون تنوره، یه ذره حواستون باشه اگه دیر نشده. بعد اینا با هم فرار میکنن میرن. دگردیسی‌های مادر داماد 3 تا داریم، یعنی آخوند تسبیح خان، بستان خیار، زن بربزک کرده روی اسب، روم به دیوار با عرض معذرت از بزرگترها. این به شکل اسطوره‌شناسیش عاقل، فالوس و عروس، این 3 تا با عروسی نسبت مستقیم. بعد عروسی زرفشون رو داریم و تأکیدی که راوی میکنه میگه به مراد و مطلبش رسید، به چی دارا شد و از اون تنها نقصش نداری بود دیگه، زیبا بود، توانا بود، خوشگل بود، دانا بود، فلان، ریسنده بود اینا، اما دارا نبود و این خیلی مشکل ساز. حالا حل شد، همه این درگاه خیلی این بهش ربطی نداشت برای دارا شدن. بعد نکته بعدی که متاسفانه هزاران سال در فرهنگ ما عوض نمیشه، 7 روز و 7 شب عروسی میگیرن تا به همه اعلام کنن که من دارا شدم. این شخصیت نمایشی رو ما معلومه که خیلی وقت داریم. خب به همین اگه بسنده میکنیم که میشود بهش تفصیل بریم سراغ میلیمیترها، خورده اسطوره‌ها. از اون که اون پسر قیصر رومه، یه ذره بریم اونوری ببینیم که روم منظورمون آناتولیه دیگه. اونجا 2 تا تمدن بوده، این بود بخندیم اسطوره‌اش رو پیدا کنیم. یکی هیتیت‌ها هستن، یه اسطوره دادن شبیه به این تقریبا، این 2 تا خواهر، یکی کمی آناتولیه، کلمه از اونجا میاد، یکی هم آلولامیسه. اینا اینجوری تقسیم کار کردن، آلولامیسه بافنده است اما سرنوشت رو میبافه. بنابراین اون ازل مال اونه، اولها مال اونه، سرنوشت رو میبافه، مثل این نسخه میده به آناتولی، بعد اون میره اجرا میکنه یا پیگیری میکنه. ما تو ترکیه ضرب المثل داریم، خطاب به خدا میگم خلق میکنی دنبالش کن، اون آناتولی دنبال میکنه، اون یکی آلولامیسه مینویسه. اما یه ذره مبرتر اگه بریم یونانی، یه اسطوره‌های زیادی داریم که شبیه به اینا. شاید مشهورترینش همین آریادنه و نخ دادنش به تسه باشه. می‌بینیم تسه میره توی اون لابیرنت که گاور رو بکشه، دشوار بیرون اومدن، اکثرا میرن گم میشن، خورده میشن از طرف گاوژده‌ها. اما آریادنه نخ میده بهش، این عبارت نخ دادن از اینجا اومده احتمالاً و اون نخ رو میگیره میاد بیرون. یا روایت پنلوپه و انتظارش برای اودیسه، هی میبافه، هی میشکافه تا زمانی که اودیسه برگرده. همینطور آراکنه و مجازاتش از طرف خدایان، می‌بینیم بافنده زبردستیه در حدی که یه خدایان رو هم قبول نداره و او رو تنبیه میکنن، دگردیسش میکنن به یک عنکبوت که همچنان میبافه اما دیگه آدم نیست. و قدیمترینش آنانکه و 3 دخترشه که سرنوشت رو تبیین میکنن. این 3 تا دختر بودن گذشته، حال و آینده است و چرخشون چرخ فلک،
این آنکه کارش این کلا چرخ فلک دست ایناست، این کل عالم و سرنوشت همین است. اما خب این روایت مال خودمونه، اینا اونوری بودن صرفا به خاطر اون ارجاع قیصر. شاید بشه حتی گشتاس و رفتنش به روم و ازدواج با دختر قیصر روم، حالا جنسیت عوض میشه که گشتاس اونجا پیشه‌ورم هست، آهنگره به جای پیشه‌وری دختره، شاید بشه لحاظ کرد. اما تنها اسطوره دانی که میشه مینی این داستان حساب کرد هفت‌واده. این داستان کرمه و دختری که اون پیدا میکنه و او به عنوان پیشه میخواد اینو توسعه‌اش بده، در حالی که بیشوری پدرش باعث میشه اون به جنگ افزار زره فلان ببافن و با پادشاه وقت درگیر بشن و همه چیز رو از دست بدن. هیچ کدوم هفت‌واد، کرمه هفت‌واد در شاهنامه فردوسی مثلا اومده، اما جای دیگه هم یه سری هم فولکلور داریم، اما باز به همین اندازه شبیهن، شباهتشون بیشتر از این نیست. یه دونش که مشهوره اینایی که میگم از مجموعه مربوط درویشیان جمع کرده، از اون مجموعه میگم، یعنی اسماتشون فرق میکنه. دوج و سوزن و قرقره، این هندوروپایی اون برادران گریم هم جمع کردن، اونجا هم یه چیزی شبیه به این هست، به جای قرقره اشتباه نکنم ماهو یا ماسول هست. 7 جفت کفش آهنی و 7 عصای آهنی هم هست، اون دیگه خیلی به جای یه جفت 7 جفت. سبز علی سبز قبا هست. توی همه این فولکلورها هم مثل اون اصطلاح یه درصدی شباهت هست، اما 100% نیست که همونطور که بود اصلا ذات فولکلور همینه. خب اگه به گام دوم میتما و مینیمیتا رو تثبیت کردیم، کار ما تشخیص وابسته ها و به طبع این شبکه وابستگی، یعنی شخصیت‌های این فولکلور با هم چه نسبتی دارن، چجوری به هم وابسته شدن. دو جور میشه نگاه کرد. یکی اجتماعیه، ما 2 تا شخصیت اصلیمون، یکی پیشه‌وره که پوستش کنده میشه، یکی هم پسر پادشاه، هیچ کاری هم نمیکنه، فقط یکی از زناشو میندازه تو تنگه. خب این تقابل پیشه‌وری و شهریاری که سلحشوری هم میشه بهش اضافه کرد. گفتن دومیزیل یکی از کسانی که به این بیت پرداخته، هم به آقای ناموری کتاب در زمین نوشته، اینو که اونجا بیشتر دنبال کنید. همین در به نظر دومیزیل اصلا فرهنگ اروپایی به تبع ایرانی هم 3 تا کنش اساس کاره، همینا: شهریاری، سلحشوری، پیشه‌وری. در تاریخ اسطوره‌ایمون در دوره پیشدادیان از این 3 تا پیشه‌وری مهم. همه پیشدادیان، یعنی از کیومرث تا جمشید، یه پیشه دارن، یه شغل دارن، کار دارن و به این کار شناخته میشن. این برای خودمون تبلیغ کنم، یا الیس الانسان الا ما سعی. این کار اون موقع اینجوری بود، انسان نیست، این باید کار کنه. پیشدادیان اینجوری هم واقعا این آیه رو رعایت میکنن. اما کیانیان هیچ این کاره نیستن، بعد که گذار میکنن. اینا سلحشورن، پهلوانن و به زور بازوشون پادشاه میشن. دیگه پیشه‌وری هیچ اهمیتی نداره. یه نکته جالبی هست، این کلمه قهرمان، اژدها کشتن، دیو کشت فلان، مال این دوره کیانی، رستم فلان، همه اینا قهرمان میاد. میگه که خود کلمه قهرمان معرب، یعنی عربی شده یه واژه فارسیه. واژه فارسیش چیه؟ کارمان، یعنی کاری، کارکشته، حرفه‌ای، در هر کاری. به کشتن و فلان وقتی نداره. این کلمه مال اون دوره پیشدادیانه، هر پیشه‌ور یک کارمانه. اما بعد که میایم دوره کیانیان، بنابر سلحشوری و سلحشور ارشد، یعنی بنابر سپاه و سپاهی که پادشاه میشه هست، اون وقت دیگه به پیشه اصلا کاری نداریم، اصلا قرار نیست پیشه‌ای داشته باشن، شغلی داشته باشن. پس میتونیم اجتماعی نگاه کنیم، ببینیم اینجوری این شخصیت‌ها به هم وابسته میشن، یا بریم خانوادگی نگاه کنیم. یه خانواده اینجا قرار تشکیل بشه دیگه، یعنی پسر و دختری با هم ازدواج کنن. در تمامی اون مینیمیت‌ها و فولکلورهایی که گفتم، اون بافنده پیشه‌ور زن هست. پسر چی کار هست؟ هیچی، پسر پادشاه یه باید کاری بکنه. بعد ما از خانواده دختری چی نمیدونیم؟ فقط در روایت نغمه یا هم نغمه مادر بزرگش اینطور نیست، در عمده روایت ها اینجوریه. یعنی انگار تبار دختره خیلی مهم نیست، نه که خونه از طریق پدر منتقل میشه فلان، یعنی اون تمیز جنسیتی از اینجا میاد و هست توش. اما پسره خودش که هیچی، خالش، دختر خالش هم حتی ما میشناسیم.
دخترم نمیدونیم مثلا از کجا تو بعضی از اون سبز قبا فلانی یه مادر دیگه داشته نمیدونم بالای داستان این خانواده فقیری ان که نمیدونم ته روستا زندگی میکنن تو جنگل زندگی میکنن فلان اما پسر همه چیزش مشخصه. حالا این ساختار خانواده تو گام سوم می‌بینیم این خانواده چه ساختاری داره، چه تیپ خانواده‌ای توی این داستان داره. این که این گام سوم این تشخیص میتونه یا شاید بشه به ساخت یا ساختار اسطوره‌ای ترجمه کرد. اون وقت خیلی نیست من باید به شکل سوالی مطرح می‌کنم. اگه وقت باشه ما تو اون کارگاه چون وقت هست اینا رو باز می‌کنیم. از همون صحنه اول نسبت مار و مرد و نسبت زن و بافندگی چیه؟ چرا پسر در حیات مار باید ظاهر بشه؟ و چرا پیشه مناسب برای اون زنه که سرنوشت رو میسازه یا بگیم میبافه چرا باید بافنده باشه؟ نسبت شهریاری و مرد چیه؟ یعنی میتونست یه پسر بافنده‌ای باشه دختر شاه بیاد اونجا اما پسر پادشاه میاد. و نسبت پیشه‌وری با زن چیه؟ یعنی میتونست پیشه‌ور مرد باشه شاهزاده دختر باشه اینطور نیستم. نسبت زن و مرد با هم و با خانواده همینطور که گفتم خانواده دختر اصلا نمیشناسیم خانواده پسر تا دختر خاله که وقتونم کشته میشه میشناسیم. نسبت زن و مرد با پدیده ازدواج یا حالا عشق چیه؟ یه پسر اومده بچه پادشاه دیگه از پول باباش یه سکه انداخته بعدم این قبول نکرده بهش برخورده قهر کرده رفته بعدم فهم با یکی دیگه ازدواج کرده اما دختره اینقدر باید راه بره برای کفش آهنی داره که چون قرار سابیده بشه دیگه باید بره پیداش کنه به همین حرفاش گوش کنه اون خیار و آخوند و فلان اینا همه اینا رو تحمل کنه که آخر سر با این ایچبیلی پول بابا خود ازدواج کنه. پسرم هیچ کاری نمیخواد بکنه پسر پادشاه دیگه باید چی کاری بکنه باباش یه سکه میندازه چی؟ اینو میشه دارش به چیز پسر مورد و پسر این بزرگره از نه اینجا ما رو یعنی نسبت بدیم چون زده و ما رو اتفاق افتاده یه خفه کرده نه اصلا چرا باید پسر در حیات ما بوده؟ میتونست دختر گناه نخستی بود اتفاق ما باید با دختری نسبتی داشت اگه مسئله بود. نسبت عروس با شوهر و مادر شوهر حالا اونجا که میرسه پیشون خانواده نسبت عروس با هوو و مادر هوو در همون صحنه اول تو خونه اونها زندانی میشه. نسبت مرد با خاله و دختر خاله‌اش و نسبت اون مادر داماد و خواهرش این خاله داماد دوتایی علیه این زن بسیط میشن. اونجا که گفتم رفاقت زنان است اینجا رقابت زنان است زنان انگار بیشتر حرف زنان رو میخورن. خب اینا رو بذاریم تنگه هم چند تا نکته جدی میگیریم که واقعا خیلی جا داره بحث کنیم و وقت نیست. به این کتاب هم که سلام جون گفت توی کتاب روان اسطوره‌شناسی فرهنگ روان رنجوری‌های اسطوره‌ای اونجا میتونید اینا رو دنبال کنید. من فقط کلمه میگم. اولین برداشتی که میتونیم بکنیم اینه که در این روایت تکرار کنم با خانواده مرمونه میتونیم بدون همسری در برابر بدون همسری توصیه میشه. این ازدواج با دختر غریبه به جای ازدواج با دختر خاله این نزد همه فرهنگ‌ها یک بزنگاه مهمه. یعنی که در فرهنگ ما میدونیم که اصلا خوبیده داریم با خیلی نزدیک ازدواج میکنن. این فولکلوره خیلی نکته مهمیه که یه ذره با غریبه ها تازه فهمیدیم الان بیماری فلانی هم پیش میاد اما فولکلوره ظاهرا خیلی پیش رو. نکته دوم وقتی خب اون یکی از نقاط عطف یا نقطه عطف پایانی اینه که این میاد میرسه و خیلی خوشحاله که رسیده باید فهمه این اصلا براش مهم نبوده با یکی دیگه هم داره ازدواج میکنه. بحث هوویی یا چند همسری وقتی این هست عقده هاجر پیش میاد دو تا هووها نسبت به هم و به تبع عقده بابی یعنی اگه بچه دار بشن اون بچه ها به جون هم میفتن همدیگه رو میکشن و هاجر و سارا از تحقیق گرفته شده. اسطوره‌ای تر اگه بکنیم چی میشه که اصلا چرا زنها با هم رقابت کنن در دل هوو به تربیت زنانه یا اساسا به تربیت رفته. دو تا عقده پشت سر هم داریم. یکی عقده سیندرلا است که اینجا هم خیلی داشته کفش و فلان. عقده سیندرلا در روان اسطوره‌شناسی زنیه که تنها راه حل همه مشکلاتش یه مرد سفیدپوشیه که با اسب برمیاد یهو همه مشکلات رو حل کنه.
این مانع از این میشه که زن تلاش کنه، شخصیتش رو بسازه، کار کنه خودش. از این زنه کارم بلده، داره کارش هم میکنه. این کوچیک نگه میداره زنها رو، این انتظار برای موجود. نتیجهش چی میشه؟ عقده آندرومدا، اصلا خودش شخصیت آندرومدا میری گذاشته بودن پای کوه که اژدها بیاد بخورتش، قربانیش کرده بودن. خود کلمه آندرومدا، آندرو یعنی مرد، یعنی مرد خواه اگه بشه گفت، یعنی کل هستیش منوط به هستی یه مردیه. اما مداش هم مهمه. عقده مدا مادریه که فرزندانش رو به نفع خودش فدا میکنه. این داشته باشید در جامعه مردسالار به نام همین سیستم تربیتی، مدعاها اگه دخترشون رو نکشن هم آندرومدا تربیت میکنن. آندرومدا که مادر شد مدعا میشه. این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. و این خیلی خطرناکه، یعنی اون مادر با خاله تازه زن پادشاه هم هست خدا اینا، آخر سر دخترشون میفته تو تنور. نتونسته اینو مدیریت کنن. اما اگه در این شدت پیش نره قضیه، شانس بیاریم، وقت میتونیم بگیم دوتا همسرها دچار سندروم همسر اول همسر دوم میشن که این از حسادت شروع میشه تا حقارت پیش میره و نتیجهش چی میشه؟ سندروم سایکو. این یه دفعه قبلا توی این نشست گفتم دقت کنید که کلمه سایکولوژی از رابطه اروس و سایکو بر مبنای سایکو شکل گرفته. انگار روان رنجوری ها اساسا یک امور زنانه هستند. مرد اگه دچار اون رابطه عاشقانه اروس و سایکو بشه دچار اروتیسم میشه، تبدیل میشه به دون ژوان که اینو در جمع‌های مردونه بهش میبالن. تو درواسی که نداره به دون ژوانیسم. اما زن چی میشه؟ سایکو. اونجا یه طرفش با سایکوی بود، دچار سایکولوژی، حتی پاتو سایکولوژی میشه. جسماً هم زنی هست که باید آرایش کنه، پیرایش کنه، نمیدونم با جاذبه زمین در برابرش مقاومت کنه، نمیدونم چی. مرده نه، مرده هست دیگه، مثلا پسر پادشاه. خوب خیلی شد. گام چهارم که اصل هدف لویستراسه از کل این فرایندی که طی کردیم پیدا کردن کارکرد ویژه این روایت. این داستان رو حالا نغمه خودش هم گفت روایتی هست و ساختار نظر نغمه که این نیست، خودش هم نگاه منتقدانه داره به قضیه. درست قبل از شب فرض کنیم برای پسر بچه یا دختر بچه این داستان رو میخونیم که چی بشه. بقیه‌اش رو توی خواب نمیسازیم. غرض چیه؟ این دردمون چیه؟ میخوایم بچه از این چی یاد بگیره؟ اون نداری به رغم زیبایی، دانایی، توانایی فلان بذاریم، بعد بی حرفی، دستبوسی، حرف شنوی، جستار در حدی که کفش آهنگ به طلبه چی فلان، آخرش چی میشه؟ به دارایی برسه. همه اینا یه دختر بچه اگه این داستان رو گوش بده میگه راه چیه؟ یعنی دیگه پسر بچه با کی همزاد پنداری میکنه؟ با پسر پادشاه دیگه. لازم شد دختر خاله رو میندازه توی تنور، یه بهش چخ گفتن اشکش در میاد میره میذاره دیگه با یه جای دیگه با یکی ازدواج میکنه خدا اینا. پسرم پسرای قدیم اون با سکه رو داشت، ما الان سکه رو نداریم اما اون ادعاها رو داریم. اما دختره از کارکرد ویژه این داستان هستن آموزش دختران یا تربیت دختر بچه‌ها بر مبنای هنجارهای فرهنگ مردسالار. این هنجارات چه؟ هم اولیش تمیز طبقاتیه. پسر پادشاه بیورزه هیچ کاری نباید بکنه، سکه بره میندازه، بهش یه چیز بکنیش برمی‌خوریم. یه طور می‌خواستم دیگه نه فلان. دختره اما بافنده، زیبا، دانا فلان، باید پوستش کنده بشه. این تبعیض طبقاتی. در این هم تبعیض جنسیتی، چون اون دختره اینجوری، اون یکی دختره که هیچی هستن. تازه دختره یکی زن پادشاه، یعنی خواهرش زن پادشاه، نشون باید تو روغن باشه ولی این بلا سرش میگه عادی بود چی میشه. و مالکیت خصوصی، اصلا اصل داستان این از نداری شروع میشه به دارایی میرسه. همه اینا هنجارها اون ارزش‌های جامعه مردسالاره که در طول زمان، یعنی چرا هزاران سال میگذره اما در فرهنگ ما آب از آب تکون نمیخوره؟ چون اینا رو خیلی ناخودآگاه آروم آروم درست قبل از خواب تو گوش بچه میخونی. یعنی دختر بچه میگه دفعه بعد مار دیدم یه وقت نزدمش ها، بدبخت میشه این همه راه باید برم.
دختر خالم حلقه دید فرار میکنه. ممکنه گفته تو تعمودی. پسرم میگه من میخوام الان بهتون میگم. این بنابراین بعد اگه یه دختری زیبا، دانا و تواناست و شغلم داره، دیگه دارایی میخواد چیکار؟ داره دیگه، هرچی لازمه داره. این سکه و تازه یه اولا یه اومده سکه رو میندازه جلوش. همین دیگه بسشه دیگه. پس کارکرد ویژه این داستان اینه. ببین سوالی که مروت جونم پرسید، آیا این فولکلورها رو به همین شکلش الا باید ادامه بدیم؟ اگه ما تحلیل میکنیم میفهمیم این نتیجهش اینه، مریضی من چرا باید ادامه بدیم؟ برای ما چند تا کار باید بکنیم. حالا میتونیم اینا رو مثل همه جای دنیا نمیخواد امریکا رو 2 مرتبه کشف کنیم. یه آرشیوی از این درست میکنیم در دورترین جای ممکن، مثل استرالیا در پای دماوند توی غاری مثل ضحاک میذاریم میمونه باشه، من مشکل ندارم. اما اینا رو برای بچه‌هاتون تعریف نکنید. یا مثل نغمه منتقدانه تعریف کنید. یعنی یه جوری تعریف کنید، توصیف کنید، از روش اثر بسازید که بچه‌ها ببینید، دختر بچه بفهمه این چه اینجوری شد، این اصلا درست نیست، چرا من باید اینجوری برم؟ قطع کردی رفتی برو به درک. اینو باید یاد بگیرید. تا زمانی که این نشده الان بچه‌ها خیلی آگاه و فوق‌العاده باهوشن. یعنی من توی بچگی با بزرگم برام مثلا یه داستانی تعریف می‌کرد که تو مایه‌های همین بود. من مثلا گوش میدادم همون داستان ماره رو نزنم، مثلا بلایی سرم نیاد و اینجور چیزا، ولی برادرم 8 سالشه وقتی گوش کرد میگم چرا اینجوری بود؟ چرا دختر این کارو کرد؟ چرا 1000 تا سوال پرسید. ولی من فقط گوش میدادم. بچه‌ها الان خیلی پیشرفته ترن از من. برای همین تعریف کردنش حواسمون باشه این روایت پردازی هم در کانتکست‌های جدید در میاد. این جداگونه باید براش فکر کرد، وگرنه اینا هم تغییر ماهیت میدن. یعنی شریعت تبدیل به طریقت میشه. یه نسخه عرفانی ازش در میاد، همین آخه اینجا با مزد از فلان، بعد چند نسل باید میفهمیم از کجا خوردیم. خیلی باید دقت کنیم و در برابر باید روایت سازی کنیم. روایت‌های جدید باید بسازیم که ما در سهراب هم گفتیم، از اون جلسه اول هم گفتیم، مقابل سهراب کشی رستم کشی نیست. ما با هر گونه کشتنی مخالفیم. این که میگیم حقوق زنان ضایع نشه به این معنی نیست که حقوق مردان ضایع بشه یا حقوق حیوانات ضایع. حقوق هیچ کسی جنبنده ای نباید ضایع بشه. چجوری نمیشه پیش برد؟ یه گروهی، یه جماعتی خودآگاه ناخودآگاه استفاده سوء استفاده هر چیزی روایتی ساختن که منجر به شرایط الان شده. راضییم نه. چیکار میتونیم بکنیم؟ با سلاح خودشون در برابر این دست روایت‌ها باید روایت‌های جدید ساخت بدون دعوا. یه روایت دیگری باید این خلاقیت رو داشته باشیم. یه روایت دیگری بسازیم و برای بچه دار شدن هم سخت‌ترین مجوزها رو بگیریم. این ماهی بخوای بگیری، دوچرخه بخوای ببینی باید مجوز بگیری، بچه دار بشی بهت وام میدن. خب برای بچه‌ش چه داستان تعریف می‌کنی؟ یا اینو یا تبلت رو میده دستش خودش می‌خواد. و این بچه بعد میاد تو کلاس من جورشو می‌کشم. این باید سخت بگیریم و داستان هر کسی در حد اندازه خودش روایت‌های، چون ما هنرانسیم. انسان اساساً موجود روایت پردازه. جلوی اینو نمیشه گرفت. حالا اینجوری لاغر روایت‌های خوب بسازیم. مرسی که برام. دوستان اگر سوالی دارید در خدمتتون هستم. گفتن استاد من مثلا بگم که همین که فیلم تموم شد من دقیقاً به همچین چیزی فکر کردم که اگر من جای خانم نغمه بودم هرگز این فیلم رو نمی‌ساختم، به خاطر اینکه به نظر میاد که الان من به نرگس گفتم که مادر بزرگ آرزوی شوهر پولدار داره به نوش میگه و این فولکلور چجوری اومده. مادر بزرگ خودش هم اینو واسه این تعریف کرده. مادر بزرگم و این تعریف کرده همطور به آرزوهای نرسیده. هنوز نوه خارج نشین هم اونو تعریف میکنه و چرا باید این همه چیز دارید؟ من معتقدم که ما مردم و مردسالار نیستن، ما زنامون همه مردسال دارن. این همه جمله آخر هم آفران، اما درود بر روایت کردنی به معنای
تکرار یا تایید اون نیست. اول یه وجه شخصی داره. خود نغمه گفت من اگه از مادر بزرگم صدایی مونده بود نگهش می‌داشتم و اگه هنری باشم که هستم یه چیزی ازش می‌ساختم. این به خودی خود برای من محترمه. اما نکته دیگرش اینه که ما یه دوتایی داریم. باید بگیم که آیا نغمه فیلمش رو یه جوری ساخته که در همون راستاست یا نگاه منتقدانه داره. خیلی نقد پتکی اساسی نداره، اما به نظرم مد هم نمی‌کنه از اون روایت. اصلا استاد اون جاهایی که قصه رو نشون نمیده، صدا رو میبنده، فقط فیلم رو نشون میده، دلیلش همینه. بلکه اصلا قصه قابل گفتن نیست چون چیزای به‌آموزی شریعت این ترسناک اصلا ساخته. پس می‌تونیم بگیم نقد می‌کنه، یعنی اینکه اون قسمت تنور رو جلو می‌کشه، نمی‌دونم اون روحانیه رو چه رنگی می‌کشه، مادر رو چیکار می‌کنه، یا حتی خود مادر بزرگم تون صداش اگه دقت کنیم خیلی موافق اون وضع نیست، یعنی مدح نمی‌کنه اون وضع. اما یه باید نگاه بکنیم احتمالاً حالا سن و سال نقمرم لحاظ کنیم و سن و سال مادر بزرگ رو ما الان خیلی جلوتریم که اینطور بحث میکنیم. یعنی 40 سال پیش مادر بزرگ من احتمالاً اگه تعریف میکرد از همین دست تعریف میکرد. سوال دیگه هست؟ استاد یه جمله خیلی زیبا بود شما فرمودید یک نفر با اسب سفید میآید، انگار که توی داستان دنبال منجی میگردن، در صورتی که منجی در خود آدم هاست و این هم باعث شد که زن امروزی یا شاید چند دهه قبل عدم کنشگری رو توش ببینیم و این فولکلوری که شما هم فرمودید واقعا به نظر میاد که درست نیست و باید بذاریم چه جای دور که بهش دسترسی نداشته باشیم رو ببینیم. من موافقم. این دوتایی دیگه هم داریم تو اسطوره‌ها دقیقاً در راستای تایید حرف شما. نارسیس و اکو. این شخصیت اکوتیک داریم، شخصیت وابسته. به ویژه اگه طرف مقابل نارسیس باشه، خودشیفته باشه، که فراموش نکنید نارسیس مرده هست باز اینجا، مرد خودشیفته باعث میشه که زن تبدیل به یک شخصیت وابسته بشه. این شخصیت وابسته اصلا خودش هیچ توانایی نداره، رو خودش اصلا حساب نمیکنه. هر وقت به مشکل برخورد منتظر که یکی از بیرون، اون موجی، اون سوار سفید پوش بیاد و مشکلاتی رو حل کنه. این باعث میشه که اصلا شخصیت شکل نگیره. یعنی ما الان با معلم فکر کنم حق دارم اینو بگم، با انبوهی از انسان‌های میان سال نابالغ مواجهیم و حتی در مقطع دکترا هم دیگه دانشگاه اومده، دکترا قبول شده، دانشگاه ملی اومده، نابالغ این نزدیک 30 سال. بلوغ فکری نیست، به لحاظ جسمی و جنسی هم نابالغه، وابسته است. چون ما اسم یکی از همکاران برای دانشجوی کارشناسی ارشد فرض کنید چند سالشه، یه ذره نقدش کرده، هفته بعد با مادرش اومده نشدن، نابالغ. این همینجوری که ما ابتدایی بودیم هم بعضی ها تازه این کار میکردن، این الان رسیده به دانشگاه. حالا اون مقصر اصلی کیان اونا رو میدونیم، اما ما یه تکاپویی بکنیم و در این خصوص ها سوالی باشه در خدمت دارم. این مقدار این مسئله رو، یعنی حقوق زنان رو گردن زنان نندازیم. ما یه مرد، من به عنوان یه مرد میان سال 45 ساله با همین سلیقه هم فلان، به جای اینکه یه زن تو سری خوره ولی قربانگوی فلان اینا رو میخوام چیکار، یه کسی میخوام که 2 کلمه بتونم باش حرف بزنم، یه مخالفتی بکنه، یه رأی داشته باشه، صاحب رأی باشه. یعنی اگه یه مردی دنبال یه همچون چیزی، من قهر میکنم میرم با این کف شاهینی بیاد دنبال این وسط هم ممکنه با دختر خالم ازدواج کرده باشن، حالا دختر رو گفت که مشکلات خودش رو داره، اما من با عنوان مرد با اون پسره بیورزه همزاد بندری میکنم. یعنی ما هم مشکلات خودمون داریم، ما هم نشدیم، شخصیت ما هم نابالغه. یعنی ما یه ذره قول بدیم یا سر انتخاب هامون به زنگاه هامون میتونیم خیلی مؤثر واقع بشیم. میتونیم مثلا اینجوری نگاه کنیم بگیم چون بحث از توانگر نبودن دختر یه سمت توانگر شدنش دارا بگیم که مثلا
حس کردن و شروع کردن حالا با اون سختی که هستش داره میره به سمت دارا شدن. میتونیم اینجوری بهش نگاه کنیم. حالا کار نداره که مثلا روشش اشتباه دارن از این هست. ولی اون نقصانه رو تو وجود خودش اون حس رو داشته که تثبیت درسته اما خود قضیه نادرسته. این به جای زرفشون این خود زهرا زیبا دانا توانا شغلش هم مشخصه. دارایی میخواد چیکار؟ یعنی اون داستانی که پدر مادرها باید برای بچه تعریف کنن بگن دارایی همین داناییه، دارایی همین تواناییه. این سکه جدا نمیخوای و از به درد نه. پسر پادشاه این سکه داره دیگه به هیچ دردی نمیخوره. دارایی یعنی دانایی، یعنی همین توانایی. حالا زیبایی هم بذاریم کنارش، همین دیگه دارایی دیگه نمیخوان. اون میشه همین کاپیتالیسم، همین مالکیت خصوصی. اول هممون خیلی ها رو میشناسیم یه عالمه دارن اما دانا توانا نیستن. الان مملکت پر شده از نوع کیسه های ابلهی که یه عالمه پول دارن و نمیدونن کجا بریزن. استاد اگر کسان مشخص یعنی بدونن آدم‌ها که اون نمیره دارا بشه، داره میره جزء مایملک اون مرد بشه. اصلا دارایی اون مرد که مجزن نیستش که جزء کلکسیون اون مرد قراره بشه. مردی که اگه لازم شد بیندازه تو تنش. ببخشید بحث تغییرات جنسیتی که میخواد برسید ما تو قصه شیخ صنعان رو برعکس این نوع داریم. این چجوری تغییر میشه که همه امتیازاتش طبقه اجتماعیش و دینش و همه چیزش رو میده به خاطر دختر، حتی اونم پولدار دختر. گفتم این داستان‌های فولکلور رو حتی اگه بد باشم آرشیو کردنش به خودی خود مشکل نیست، اما بعضی‌هاش حتی آرشیو هم نخواهند. این شیخ صنعان با بزرگتران هستن و خجالت می‌کشیدن. پدوفیلی داره. انگلیسیشو بگم برای که بعضی‌ها نفهمن. بعد از دین و ایمون و همه چیزش میگذره. بعد ما این عشق حساب می‌کنیم. این نشون میده که ما سر تعریف عشق مشکلات جدی داریم که داریم. ما در دوره اسطوره عشق نداریم. یعنی مثلا ما به ازای اروس و تازه فقط اروس هم نیست. فیلیا هست، آگاپه هست، این چند تا شخصیت دارن که اینا همشون اسطوره عشق. ما نداریم اینو در فرهنگ ایران. باید بگیم خیلی خوب توی مرحله دینی چی به جای اسطوره اسبه میاد. اسبه عشق نداریم. این ما اصلا الگویی برای عشق ورزی نداریم. بلد نیستیم همدیگه رو دوست داشته باشیم. مشکل از اینجا آب میخوره. بعد شیخ صنعان یه پیرمرد لب گوره، باید بره دعاشو بخونه. میاد میره عاشق یه دختر بچه میشه، همه چیزشون هم با هم متفاوته. امروزیش کنیم یه چیز مایه دلیشو گرفارانه. یه اصلا عاشقانه هست. یعنی ما باید به بچه ها یاد بدیم به محض اینکه این روایت رو یک هر روایت رو میخوان بهشون بندازن بفروشن، تشخیص بده که این نیست، این عاشقانه نیست. این شیخ صنعان اون قسمتی که گفتی درسته، مرده به جای زن است، اون درسته، اما عاشقانه نیست. دیگر روایت هم نیست. ما الان پشت سر اون نگاره فرهاد رو میبینیم، میره عاشق یه زن متأهل میشه، شوهر زنی که پادشاه، خب معلومه که بهش نمیرسی. بعدم این حدی عشق اصلا اونی که بهش نرسی چه بیماریه؟ عشق اونی که بهش برسی، برای چی بهش نرسی؟ ما سر عشق مشکلات جدیه. یعنی واقعا برای همه ایرانی ها اجباری باید کورس بذارن، کلاس بذارن، بگن دوست داشتن، مهرورزی، عشق یعنی چی؟ بلد نیستیم، باید اینو بپذیریم. ما نمیدونیم همدیگر چجوری دوست داشته باشیم. دشمنی رو اساسی بلدیم برای همه دنیا که باید میکنه. دوست داشتن بلد نیست. زمینی هم موقعیتی جغرافیایی که درش هستیم ربط داره، اما دیگر اقوام هم اونجا زندگی میکنن، باید میریم سراغشون. تازه چیز هم نیست باز این قضیه باید مستر نجات بگیریه. زیباترین آیه‌ای که به نظر من تو قرآن هست میگه لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لماتوا شوقا. اگه میدونست چقدر مشتاق دیدارشم همون لحظه از شوق جان میداد. اما ما به این آیه کاری نداریم. ما چی داریم؟ النصر بالرو و انت لهم ما استطعتم من قوة. اینا بیشتر به دلمون میشینن.
یعنی اون منابع هست، یعنی توی همین فولکلورها یعنی کنکاش کنیم هست، اما ما دنبالش نمیریم. عرب‌ها، ترک‌ها و افغان‌ها، کسانی که اینجا هستن یا توی مرز خودمونن، بریم تو فولکلوراشون می‌بینیم چیزای روایت‌های دوست داشتنی خیلی ظریف، تمیز، خوبی هست. باید روش کار کرد. اول باید پذیرو بپذیریم که ما بلد نیستیم، بعد بریم دنبالش. اما نکته که میگی درست، اقلیم تاثیر میذاره، اقلیم سخت تاثیر سختی میذاره که رو هممون گذاشته. درست؟ البته افغان و ایران بزرگ بودن. فرق نمی‌کنه. یعنی به چیزی عنوان سیاسیشو کاری نداریم. الان روایت‌های خوبی دارن. کسی سوالی نداره؟ ممنونم از شما که امشب وقتتون رو اختصاص دارید برای شرکت در این نشست. واقعا باعث دلگرمی و خوشحالی ماست که همیشه ما رو همراهی میکنید، چه دوستانی که از ابتدا همراه نشست‌های سهراب بودین و چه دوستانی که هر بار چهره‌های جدید رو می‌بینیم خوشحال میشیم واقعا و امیدوارم که ادامه داشته باشه این حضور شما و نشست‌های قبلی ما رو هم اگر دوستانی که ندیدن میتونید توی کانال‌های اینستاگرام و تلگرام ما ببینید و بشنوید. اینا هم نشست امروزمون هم حتما واگذاری میشه توی اون نشست‌ها و بازم ممنونم از حضورتون. خواهش می‌کنم تشریف ببرید برای پذیرایی.